رادیو صدای پنجکن باری دیگر به همتون شب بخیر میگیم. در خدمت شما هستیم شاهین زرفشانی، مؤلف و تهیه‌گر برنامه شومی نو. به همه دوستان یوتیوب کانال سلام میرسونیم که سلامت باشید. و این دست چپم میکنم راستم کنم همش نه. سلام به همه دوستان یوتیوب کانال، به همتون تبریک بالیده و چهره خندان میخوایم. فراموش نکنید که برنامه ما رو طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو این لحظه ها در پخش مستقیم تماشا کردن میتوانید. امکانیت هست که با عنوان برنامه ما کامنت رو نویسید، لایک موندن رو هیچ فراموش نکنید و اینجوری پارتیسیپیت کردن رو. وقتی شما پارتیسیپیت میکنید حتما اسکرین شات کردن به رقم 93 174 40 11 فرستید و به شما ما رقم میفرستیم و شما چیپتای رایگان داده میشد از برنامه بازی برناک صدا و سیمای شهر پنجکن. و چنین روزهای نزدیک امکاناتی طریق صدا و سیمای شهر پنجکن تماشا کردن برنامه‌های ما رو دارید. و باید قید نماییم که بخشیده به روز جوانان به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شوکنسیت جدید هنرمند محبوب دلها سیوینج مومینا و با هنرمندان تاجیکستان گروه پروین لطف‌الله حاجی مراد و بزرگمهر بیستومیدین در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکن سنه 15 می برگزار می‌گردد. شما می‌توانید برای رقم ارتباطی 92 828 85 28 در رادیو صدای پنجکن این لحظه زنگ زنید، در پخش مستقیم با ما هم صحبت کردید یا که اس ام اس پیام هایتون رو به رقم 92 828 85 28 فرستید. لیکن طریق تیوی سیمو امکاناتی مستقیم تماشا کردن برنامه ما رو دارید. این لحظه می‌بینیم که سلام فرستادن آغاز گردید و من البته عنوان اس ام اس پیام ها رو به سمع شما میرسونم که بهترین مخلصان صدای پنجکن حالا طریق تیوی یعنی طریق عنوان تیوی سیمو امکاناتی شنیدن برنامه ما رو داره، تماشا کردن انیخترش. من همراه بهرالله برادرم برنامه رو برده ایستادم و شما امکاناتی همصحبت ما شدن رو دارید. برای رقم 92 828 85 28 زنگ زدن و اس ام اس پیام فرستادن در رادیو میتوانید. اون شخصانی که رادیو صدای پنجکن رو این لحظه ها بی‌صبرانه انتظار می‌دید و گوش کرده ایستادید، فرصت رو از دست ندهید. و اون شخصانی که طریق یوتیوب کانال هستید حتما پارتیسیپیت رو فراموش نکنید، لایک موندن رو کنید. یک برابر همین لایک هم میگذاریم و میبینیم که ما همگی چند نفر این لحظه تیوی سیمو رو طریق یوتیوب کانال تماشا کرده ایستادیم. وقتی شما لایک میمونید در برابر لایک موندن از همه عجیبش اون که هنگامی که پارتیسیپیت میکنید خود رو تنها حس نکنید. پارتیسیپیت که کردید اسکرین شات کنید به رقم 93 174 40 11 فرستید و ما دانیم که شما اشتراکچی بازی برناک رایگان گردیدید و ما با شما چیپتر میفرستیم، چیپتر انامین برنامه رو تا که شما اشتراکچی برنامه ما باشید. عزیزان دل در بخش مستقیم هر نفری که در گوشه و کانال شهر پنجکن و گوشه و کانال دنیا برنامه ما رو تماشا میکنید، در اروپا و آمریکا، در مسکو و در هر کجای نباشید برنامه ما رو میبینید، به همتون تبریک بالیده، چهره خندان، لبانی پر از تبسم میخوام. شاهین زرفشانی هستم. رقم ارتباطی در پخش مستقیم 92 828 85 28 می باشد. امشب یک سوالی بازم خیلی شوق‌آورتر برای شما پیشنهاد میکنیم. باوری داریم که شما در مدت کوتاه‌ترین لحظه میابید. و اینجا یک نفر زنگ میزنن، ما به شنونده‌مون رو در پخش مستقیم پیوست میکنیم. سلام علیکم. بله، رادیو صدای پنجکن، شبتون بخیر باشد. مشتری تیسر 2981 از کجا زنگ میزنید؟ خب از کدام منطقه دهی ناحیه قانچی میباشد؟ دیوشتی کدام دهه؟ دهه دهکت. سلامت باشید. دهه دهکتی جماعتی دیهاتی راست را بود. شما رو خوش آمدید بگیم به شهر پنجکن که در اقتان هم شهری مهمون نواز از شهر زیبا، از شهر گوارا است. شما رو خوش آمدید بگیم. اینک گوش میکنیم برادر جان، چی درخواست دارید از برنامه ما این لحظه؟ چی میخواید گوش کنید؟ مرحبا. از کدام هنرمند مانیم؟ خب از رستم عظیمی یک سرود برای شما گذاریم. مگر دنیای من دنیای غم بود، مگر این زندگی. خب تشکر زیاد. سلامت باشید برادر جان، با شما صورت خوش میخوایم. با ما باشید. تشکر. خوب در اینجا عزیزان دل من یک سرود از رستم عظیمی جستجو میکنم. مگر دنیای من دنیای غم بود، مگر عشقی من در دل تو. دوامش رو از خودم گفته گذارم.
عملش تاختم گفتم از یک بار جستجو کنم شاید در این روزا در مدت کوتاه‌ترین لحظه پیدا میکنم رستم عظیمی چون که وقتی که کارگردانی میکنید هم کارگردان هم برنده این بهترین امکانات رو میدهد که کم تا شما جستجو کنید رستم عظیمی مگر دنیای من. خوب دوستان عزیز مخلصان هواداران رادیو صدای پنجاکن بار دیگر به همتون تبریک بریده میخوام شب پر از مهر و محبت طریق یوتیوب کانال فراموش نکنید ما رو تماشا کردن. اینجا یا دیگر سوالش عزیزان دل به هر نفری که طریق یوتیوب ما رو تماشا کرده ایستاده است به همتون سلام میرسونیم که نزد ما رو تماشا بکنید. همگی 6 تا لایک 7 نفر. چرا 7 نفر؟ باقی مونده ها کنین یک لایک موندن رو فراموش نکنید. ما انتظار لایک های شما هستیم. و اینجا اس ام اس های اولین اس ام اس ها رسیده است. می‌نویسن که سلام علیکم برادر بختی کریموف، سلام علیکم برادر به شما نیز. و می‌نویسن ابرار جان گدایف سلام به شما. سلیم جوریف می‌نویسن سلام لایک یکم جقیدم خسته نباشید سلامت باشید سلیم جان. یکم لایک قبید بوجه می‌نویسه بختی کریم تشکر بختی جان سلامت باش. سلام از دهه امامدره خسته نباشید سلیم جوریف تشکر سلیم جان. نامه دیگر می‌نویسه که او لایک جقیدم خوب سلامت باشید. سلام می‌نویسه امینه بانو سلامت باشید. امینه بانو خواهرمون بهترین خواهر فعال هستند. رستم حق بردیویچ می‌نویسه سلام علیکم و علیکم السلام. ولی جان عزیزوف سرابه مونید میگه یک نفر شنونده بسیار هم فعال ما خوب تشکر زیاد. و اینجا سلام از دهه قماق می‌نویسن جوریف نسیم جان سلام به شما. سلام علیکم شب بخیر باشد برادر میگن فاروق همرایف سلام از پنجاکن می نویسند تشکر برادر جان سلام شما نیست. اینجا اریال می نویسه که سلام از فراب مردمی فراب ما رو گوش کرده ایستاده تماشا کرده ایستاده. و اینچنین سلام از فراب سلام از جماعت سرزم سلامت باشید بکر. و باید قید نماییم که تماشاگران عزیز به همتون تبریک بریده و چهره خندان می‌خوایم. بذار همیشه با برنامه ما باشید. و این از تماشاگران گرامی امکانیت داریم 15 نفر ما رو تماشا کرده ایستادید. چرا لایکتون 9 دانه لایک موندن رو فراموش نکنید. همگی در اینجا من میخوام که این لحظه یک بار 15 تا لایک شود. نفرانی هستن که 15 تا لایک یک بار میجخید لایک رو بسیار میشود. و همچنین پادپیسایся کرده یعنی وقتی ابونا میشید به یوتیوب کانال تیوی سیمو حتما اسکرین شات کنید به رقم 93 174 4011 فرستید. ما به شما رقم میفرستیم و شما اشتراکچی بازی برناکی انامین تیوی سیمو میگردید. و همچنین برنامه خیریوی داریم ما گفتیم با نام نامه‌های پرسوز که شخصا برنامه خودم باشد. شما میتونید به این برنامه نیز وارد گردید با زبان انگلیسی نامه‌های پرسوز نویسید و در اونجا ابونا شوید. زیرا من ابونا شدن شما رو به این برنامه نیز دعوت میکنم زیرا که برنامه خیریوی است سهمتون میگذارم. از رستم عظیمی سرود دلاشوی برای برادر عزیزم از دهه دهکت نوحه دیوشی بود تقدیمشان نمودیم. و اینک یک نامه دیگر رسیده است کریموف قاسیموف قاسیموف می‌نویسه رحیم جان قاسم می‌نویسه که سلام گرم و سوزان از مسکو و پنجاکن باستان. سلام مردم پنجاکن به شما رحیم جان سلامت باشید خداوند نگهبانتان. ظریفوف تیوی می‌نویسه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
برادر چه خیلی شما سلامت باشید برادر جان خوب هستیم این لحظه 11 تا لایک تماشاگران عزیز کنیت ببینیم 15 تا لایک کی میمونده باشه 4 تا لایک دیگر مونیم 15 تا میشه 12 نفر این حال ما رو تماشا کرده ایستادن یک یارو دوستاتون رو دعوت کنید تا که همه کسا همین برنامه رو تماشا کنیم و من برای همه شما تماشاگران عزیز یوتیوب کانال تیوی سیمو یک سوالی خیلی هم شوق‌آور دارم میشه این سوال گفتم که از همه چیز قیمتترین در دنیا چی است از همه چیز قیمتترین در دنیا چی است شخصی که یافت برایش یک تنه دو تنه سه تنه 4 تنه 5 تا چیفته رایگان داده میشه 5 تا چیفته از کنسرت 3 اینچ 30 سامانی 150 سامان تحفه هر شخصی که غالب میبراید و با کنسرت 3 اینچ مومینا با گفتیم سنه 15 می در ورزشگاه مرکزی شهر پنجاکент و سنه 17 می در ورزشگاه 20 سالگی شهری خودجان فراموش نکنید ما زنگ‌های همه شما رو بر رقم 92 828 85 28 در رادیو و در یوتیوب کانال باشد بر رقم چند بر رقم 93 174 40 11 انتظار بشیم حتما اسکرین شات کرده وقتی پادپیساسیا میکنید اسکرین شات کرده فرستید و من اینجا میبینم که کی پادپیساسیا کرد کدام نفر پادپیساسیا کرده حتما ارسال کنید و ما دونیم که شما هستید و در اینجا عزیزان دل باید قید نماییم که رادیو صدای پنجاکент در حقیقتا هم امکانیت میده که شما برنامه ما رو طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو این لحظه آنلاین در تمام گوشه و کانال جهان تماشا کرده میتوانید عزیزان دل همچنین در یوتیوب کانال نامه‌های پرسش که شخصا یوتیوب کانال بنده شاهین زرافشانی میباشد حتما در ابونا شوید و لایک خود رو بذارید کامنتر نویسید تا ویدیو رولک های ما رو دیگر تماشابینان تماشا کنند عزیزان دل و اینجا من نگاه میکنم که اس ام اس پیام ها خیلی هم زیاد رسیده شده است و می نویسن که ظریفو بله ظریفو تیوی می نویسه که از نام بچه های پنجاکент از ولایت مسکو به شما سلامت باشید سلامتی به شما نیز خواهان هستیم از همه چیز قیمت سلامتی است تشکر سلامتی لیکن باز یک چیز دیگر است که از سلامتی هم قیمت است اگر همین چیز نباشه سلامتیتون رو از دست میدید پدر و مادر می نویسند تشکر میران پدر و مادر درست است لیکن جواب دیگر امینه بانو می نویسه که از همه چیز قیمتترین این وقت است اکا جان سلامت باشید امینه بانو لیکن وقت نیست اکا خسته نباشید من افسوس که در شهر مسکو هستم میخواستم یک تا از هنرمند ایران اندی سرود میموندید البته بینابت بگیریم سلیم جان و طریق رادیو صدا میدید برای کلی دوستداران دهه انمون زادگاهتون که چند از پیشتر قید کردید از من زادگاه سلیم جان ببینم زادگاهشون کجا بود سلیم جان قید کردن که زادگاهشون چه کدوم از من انمی سلیم جان رو یابم زادگاهشون سلام چندم خوب سلیم جان که میشود که یک ارگان نویسید که زادگاه شما کدام دهی شهر پنجاکент میباشد و در این جمعه البته سلام شما رو به همه همدیگران رسانیدیم به همه نفرانی که شما رو دوست می‌دارم و حرف شما رو این لحظه ها گوش کرده ایستادن خوب اموندره سلامت باشید سلیم جان مردم دهه اموندره و سلام شما رو میرسانیم که کلی مردم دهه اموندره یک سرود از اندی شخصا از نام شما پخش میکنیم که آنها گوش خواهند کرد حالا باشد عزیزان دل 11 تا لایک است که ادامه لایک ها رو پخش میکنیم و همگی در اینجا باز یک نامه دیگر رسیده است می‌نویسه که جانی آدم میران درست است لیکن جواب دیگر از همه چیز قیمت تنی صحت و سلامتی است تشکر مستر ملیکوف می‌نویسه که سلام اکای اکا منم سودا خوشبخت بوی تشکر سلامت باشید عزیزان دل 12 تا لایک شد که ادامه لایک ها رو پخش میکنیم اگر که همین لایک های ما به 20 دانه رسد ما میفهمیم که همین لحظه 20 نفر ما رو در پخش مستقیم تماشا کرده ایستادند و فراموش نکنید که نامه های پروسس نیست یکی از یوتیوب کانالی بنده به حساب میرود در اونجا نیز وارد گردید و حتما خود را ابونا کنید و اینچنین وقتی که ابونا شده با همین کامنتاری ها قید کنید که شما برنامه ما رو تماشا کرده ایستاده اید و اینچنین دوستان عزیز بر رقم 92 828 85 28 امکانیت زنگ زدن رو دارید این حال 13 تا لایک شد و 14 تا لایک احسن 20 تا لایک رو میرویم ما میبینیم که چند نفر سلام اکا اینجا سلام آیدک سلام به شما میرسانیم و جریف نسیم نویسه که السلام علیکم من کارمند جمعیت سهامی شکل پوشیده بجل محمد رحیم سلام خود را به باشندگان شهر باستانی پنجاکент میرسانم سلامت باشید و در اینجا مستر
میری گفت لایک موندن و می‌نویسه اگه یک بار دیگر سوالتون رو تکرار میکردید از همه چیز قیمت مادر این دنیا و میباشد. پنجکند یاری تیجی سلامت باشه. فرزند می‌نویسم ایران. درست است، لیکن سوال من جوابش دیگر است. از همه چیز قیمتترین در دنیا چی است؟ این یک چیزی هست که همیشه شما رو وادار میکنه که سلامتیتون نقص باشد، قوتتون نقص باشد، یعنی پدر و مادرتون در سرتون باشد. حالات میشه که پدر اگر همین چیز نباشد شما پدر و مادرتون رو هم نمیشناسید، همین چیز نباشد فرزندتون هم نمیشناسید، همین چیز نباشد شما هیچ چیز رو نمیشناسید. میگه بجز یک دیگر همه چیز دنیا ارزش ندارد. میگه یعنی از همه چیز قیمتترین این چیز چی چیز است؟ زنگ در اینجا نامه دیگه می‌نویسه فرزند سلام از دهه ماغیان به شما میگوید. سلامت باشید شنونده و بیننده عزیز ما. اینجا سلام اکا میگوید پنجکندی سلام علیکم به شما. خوشبختی سلامتی می‌نویسد امینه بانو لیکن نادرست است. سلامت باشید میگن این خدا است. سلیم جان خداوند در این سوال نمی‌دروریم، خداوند بزرگ است و این سوال ما جوابش دیگر است. از شهر سنت پترزبورگ سلام برادرم خوشبخت سلام رسانید. بخشبخت سلام رسانید. سلامت باشید. شنوندگان عزیز و دوستداران یوتیوب کانال تیوی سیمو ابونا شدن رو فراموش نکنید. من اینجا ندیدم که یگون کس پادپیسایся کرده باشد. کنی یک بار پادپیسایся کنید و در کامنتر نویسید که من پادپیسایся کردم. من ببینم که چند کس این لحظه ها پادپیسایся کرده است، یعنی ابونا شده است با تیوی سیمو. اگر شما همگی ما 10 نفر این لحظه تا ساعتی 22 ساعت از 22 گذشت تا ساعت 23 اگر 20 نفر ابونا شود من به هر یک ابونا شدگی سورپرایز دارم که در هفته برنامه میگویم. لیکن ابونا شده حتما نویسید شما که کی هستید، از کجا هستید ابونا شدید. این چشم است، عقل است و اینجا می‌نویسه که از همه چیز قیمتترین این عقل است. امینه بانو نادرست است، با عقل می‌نویسه یک نفر نادرست است. این چشم است میگه اریال نادرست است. دعای پدر و مادر نادرست است. رستم حقبردیویچ چشم می‌نویسد بسره خیلی است نادرست است. مستر ملیکوف در اینجا باز لایک می‌مونن. از همه قیمتترین پول از فاروق همراه متاسفانه پول نیست، گپ در واری پول نمی‌رود. خب عزیزان دل حالا باشد 22 نفر ما رو دیده ایستاده. اینک لایک ها رو فراموش نکنید. لایک موندن رو برای رقم ارتباطی ما در ارتباط باشید. 93 174 40 11 حتما اسکرین شات کرده شما فرستید تا ما بدانیم که شما ابونا شدید به برنامه ما. و عزیزان دل 20 نفر که تماشا کردید چرا شما لایکتون کم است؟ همگی 16 تا لایک است. و اینجا سوال رو تکرار میکنم. از همه چیز قیمتترین در دنیا چی است؟ بغیر از همین چیز نباشد نه سلامتیتون رو میفهمید، نه پدر نه مادر هیچ چی فهمیده نمیتونید. این چیز یکم میسد. و در اینجا می‌نویسه که پرزیدنیا خب سلامت باشید. خب شنوندگان و بینندگان عزیز ما طریق یوتیوب کانال امکاناتی با ما بودن را دارید. 23 نفر 16 تا لایک. چرا ادامه لایک های شما رو من نمیبینم؟ تماشاگران عزیز کنی یک لایکتون رو پخش کنید ببینم که کنی کی 20 لایک رو میگذارد. هر یک کس که لایک موند حتما در کامنتر نویسه که من لایک رو پخش کردم و من دانم که کی 17 لایک میگذارد، که 18 که 19 که 20. اینک 17 لایک کی مونده باشد. و اینجا می‌نویسد که سیف الله پادپیسایся از شهر ورونیش. تشکر سیف الله، تشکر میگم سیف الله جان. اینجا سیف الله بله محمد الله سیف الله یک تا پادپیسایся کرد، یعنی یک نفر ابونا شد. 19 نفر دیگر در انتظار است. و اینجا باشد دوستان عزیز یک حیات می‌نویسد، یک نفر وقت می‌نویسد رستم جان. سلام به مردم پنجکند دهاتی بچه‌ها با سلام بملال باشد. اکا یک سرود در اجرای ایرکین اودینایف پخش کنید. البته اریال می‌نویسد که این جان آدم است، متاسفانه جان در نظر ندارم. دیگر جوابش الهام جان وقت می‌نویسد حیات وقت عقل است. امینه بانو تشکر. امینه بانو فعال هستند لیکن جوابشون نادرست است. من پادپیسایся کردگی اکا مستر درست. شما هم امشب پادپیسایся کردید مستر یا که در دیگر روز پادپیسایся کرده بودید؟ و اینجا سلیم جورای وقت است متاسفانه. دوستان عزیز هر کسی که پادپیسایся میکنند حتما اسکرین شات کرده بر رقم 93 من تلفن دستی من 93 174 40 11 اسکرین شات کرده فرستید طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر فرستید و ما دانیم که شما در حقیقتا هم پادپیسایся کردید ابونا. و من اینجا بیاد یک زنگ در پخش مستقیم
زنگ رادیو رو گوش کنم که اینجا از اندی رفته صدا سرود از اندی. خب عزیزان دل 17 لایک است در اینجا 18 19 20 26 نفر هستیم. عزیزان دل بیاید با فعال بشویم و ببینیم که چند نفر دیگر در اینجا پارتیسیپاسیون میکنن و لایک میگذارن. وقت است عشق میگویند، ایران عشق نیست، شاید اکسیژن باشد، متاسفانه اکسیژن هم نیست. منم پارتیسیپاسیون کردم. امینه بانو شما نه پارتیسیپاسیون کردید یا دیروز؟ از کجا پارتیسیپاسیون کنیم؟ از کجا نه؟ الان تیوی سیمو به می درآید پخش میکنه و در اونجا پارتیسیپاسیون داره، پارتیسیپاسیون میکنه، زنگولش رو پخش میکنه، شما ابونا میشید. همون لحظه ابونا کشیدید، اسکرین شات کنید با رقم 93 174 40 11 فرستید که ما در همین کامنتاری ها این رقم رو گذاشتیم. منم پارتیسیپاسیون کردم، اگر 2 نفر 3 4 نفر شدن از کجا پارتیسیپاسیون کنیم؟ مستر شما هم پارتیسیپاسیون کردن فراموش نکنید. من الکی چند ماه از ابونا هستم. سلامت باشید. در اینجا از سلام می نویسند مادر پیجی ستارمو تشکر خواهر جان و هوا می نویسند ایمون نیست، فاروق ایمون نیست، این دل است. جورب نسیم نزدیک است. نسیم جان یکی جواب دیگر. خوب دیروز میگند سلامت باشید امینه بانو، امروز هم ابونا کنیتون یارو دوستان عرض است. من به وقت شدگی بودم. سلامت باشید، من به وقت شدگی بودم. خب دوستان عزیز چرا ما 25 نفر تماشا میکنیم و لایک ما 17 دانه است؟ چرا لایک ما ادامه نمیبرد؟ و من بیاد یه بار من در پخش مستقیم با شهروندا هم صحبت شوم. وزیر رکلام رفته شده است. وقتی که این رکلام میره کنسل سیمیج رکلامش رکلامی که رفته شده است، بعد ما بعد چند لحظه حتما در اینجا می نویسند که من به وقت این مهر است. متاسفانه دوستان عزیز از همه چیز قیمتترین حساب کنید که در دنیا از همه چیز قیمت چی است که نه خریده میشد نه فروخته میشد؟ یک کلمه است میگه که بجوز همین چیز دیگر همه چیز دنیا کم ارزش است، ارزش ندارد میگه، چون که همه چیز دنیا میگه بی پول است، پولش قدر قیمتش نیست میگه. فقط یک چیز است که به قدری آن باید رسید، به قدری هر یک. اینجا سلام شاید حسیات باشد، مهر و محبت دل می نویسند. متاسفانه امینه بانو مهر و محبت هم نیست و مهر و محبت. من باز 88 90 پارتیسیپاسیون دستگیریتون آمدم، پارتیسیپاسیون کردم دستگیریتون آمدم. جان می نویسد، جان به نزدیک لیکن جان نیست. باز چی گفتم ممکن است؟ دوستان عزیز نامه های پرسوز با شما ابونا شدید. نامه های پرسوز گفتیم، نامه های پرسوز برنامه خیریوی می باشد و ما شب گذشته همگی 62 نفر را در ابونا دیده بودیم و این از من باز امکانیت شما را هم در این برنامه قبول میکنم. حتما ابونا شوید بر رقم ارتباطی ما. اینجوری فراموش نکنید که تلویزیون جهان‌آرای ولایت سوخت در همکاری با صدا و سیمای شهر پنجاکент چنین برنامه رو به راه مونده است. شما میتونید که با یوتیوب کانال جهان‌آرا تیوی نیست ابونا شوید و ما البته هر یک زنگ شما، هر یک نامه شما، هر یک حرف شما رو خیلی هم دوست می‌داریم. در اینجا 17 نفر ما رو تماشا کردن و 16 تا لایک، 17 لایک هم به فکرم کدامشون گرفتن. شاید فکر کردن که لایکشون هم فلکی است. اگر بعضی من نمیفهمم برای دوستان عزیز لایک پول میگذارن شما برای لایک، لیکن لایک ماندن شما همین ویدیو ما رو بسیارتر تماشاچی پیدا می‌کند ببینن. اما من نمیدونستم که لایک های شما پولکی است و 17 لایک رو گذاشته و باز از لایک گذاشتهتون دست کشیدید و این از یک نفر دیگر نیست لایک گذاشتن. اگر شما خودی حاضر به عنوان برنامه ما وقتی که لایک میگذارید با ما میشوید، من اینجا پخش مستقیم قبول میکنم. خب عزیزان دل، دوستان رادیو صدای پنجاکент بار دیگر به همتون شب بخیر میگم. در خدمت شما هستم شاهین درفشانی. میتوانید خود حاضر در برنامه ما زنگ زنید و هم صحبت و هم صدا بود برنامه ما گردید. 92 828 85 28 خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. ساعت 22:10 رو نشون میدهد.
برای شب زنده‌داران، برای کلی دوستدارانی که رادیو صدای پنجاکند رو نصب گوش کردید، صدای امکانات زنگ زدن رو از دست ندید. همچنین برنامه ما رو طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو در تمام گوشه و کنار دنیا این لحظه آنلاین مستقیما تماشا کرده میتوانید. عزیزان دل خود حاضر من زنگ های شما رو بر رقم ارتباطی 92 828 85 28 میتوانم قبول کنم. اس ام اس فرستید، زنگ زنید و اشتراکچی برنامه ما به صبرانه انتظار گردید. و اینجا می نویسند یک نفر بیننده ما طریق یوتیوب کانال سلام می نویسند. سلامت باشید. من از برایتون سلام میرسونم که با ما هستید و ما رو این نزدها پیگیری میکنید. عزیزان دل و حالا میبینم که 18 تا لایک و 21 نفر ما رو دیده شده است. عمر می نویسند. این عمر انسان است. امینه بانو نادرست است و مادر تیجی می نویسد عمر است. و سلام می نویسد عبدالله بابایف. سلام، سلامت باشید. سلام دیگر به شما جناب بهادر جان. از نام من میگوید به همه گوش کنندگان رادیو سلام رسانید. مادر تیجی سلامت باشید. و همچنین قیمتترین این است میگه مادر میباشد. و تشکر مادر تیجی. آفرین 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 آفرین. سلامتی می نویسد سلیم جان. و سلام اکا. و میگه که سکرین شات کرده فرستادم. خب در اینجا سایت الله سکرین شات کرده فرستاده باشد و میبینیم. البته ما همین سکرین شات شما رو برادر عزیز ما بهرالله جان که در بخش تکنیکی کار میکنند، اون نفر امکانیت دارد که همون پادپیسایся کردن شما رو قبول کنند و به شما یک رقم میفرستد که شما با اون رقم میتونید برنامه ما رو پیگیری کنید. پنجاکند میگوید همیشه به پیش. سلامت باشید. در اینجا همیشه سوال رو تکرار کنید. خب من سوال رو دیگر تکرار نمیکنم چون که سوالی ما جواب خود رو پیدا کرد. من با مادر تیجی چند شیفتر قرضدار میموشم. حتما مادر تیجی به رقم ارتباطی من 92 828 85 28 زنگ زنید و شما صاحب چیفت‌های رایگان خود میگردید. و اینک دوستان عزیز من با شما جواب سوال رو یک بار گفتم میگذارم. من جواب دادم یا نه؟ جواب دادید. مادر تیجی جواب درست است. دوستان عزیز از همه چیز قیمتترین در دنیا این نفس میباشد. نفس انسان میگه که بجز یک نفس دیگر هیچ چیزی دنیا ارزش ندارد. این یک نفس رو خداوند میدهد. لیکن بعضیا برای یک نفس چقدر مبارزه میبرند. حتی حالات میشه که میلیون ها میلیون دلار داشته باشید، هم سامانی داشته باشید، هم وقتی که درد شما رو فرا میگیرد برای یک نفس چقدر عذاب میکشید. انتظار میشوید که کاش یک بار دیگر نفس گیرم، ای کاش که چند روزی دیگر زندگی کنم، ای کاش که چند ساعتی باشم، اما دیگر نمیمونم. پس مادر تیجی تبریک. ما سوالمون رو دیگر میکنیم. خب در اینجا می نویسد سلیم جان اق تشکر سلام و درود دوستم. می نویسم اینجا دوستم یک سرود از صبحانی سعید شما تشکر. البته میشد چیپتا چی مادر تیجی چیپتا برنامه کنسرتی سیویج مومین آبا میباشد. ما با شما چیپتاهای رایگان میدیم. شما اشتراکچی اگر در شهر پنجاکند باشید، در حدود ولایت صبح باشید، ما با شما چیپتاهای برنامه کنسرتی سیویج مومین رو پیشنهاد میکنیم. شما اشتراکچی برنامه ما میگیرید. اگر در مهاجرت باشید تنها میتونیم که همون چیپتای شما رو باز به دیگر بینندگان پیشنهاد کنیم، به دیگر شنوندگانی که این لحظه ما رو تماشا کردند. دوستان عزیز این حال 20 تا لایک شد. احسن آفرین. 20 تا لایک 22 نفر تماشا کردند. یکی دو نفر دیگه چرا لایک نمیمونن من نمیفهمم. اگر دو نفر دیگه هم لایک رو بذارن بعد اون وقت کارمون خیلی هم زیبا می شود. دوستان عزیز با کانالی خیریوی گفتیم نامه های پرسوز با زبان انگلیسی هم نوشته می شود، با زبان تاجیکی هم. با اون کانال نیست ابونا شوید. ابونا شدن رو فراموش نکنید. و من میبینم که حالا یگان نفر امشب ابونا نشده است به این کانال. و اینجوری به کانال جهان رو تیوی ری، به کانال تیوی سیمو، سادو و سیمو. دوستان عزیز میبینم که تیوی سیمو بیش از 6000 زیاد ابونچی دارد، یعنی مشتری دارد. شما میتونید همین نفرانی که تیوی سیمو رو تماشا کردید حتما به یوتیوب کانال در روی سادو و سیمو هم نویسید، با سادو و سیمو هم ابونا شوید. چون که ما شما رو به اونجا نیز جلب میکنیم ابونا شوید. ما برایتون بهترین برنامه ها رو پیشنهاد میکنیم. حالا 62 نفر در گروه نامه های پروسس هستند. امکانیت داریم که دیگر نامه های شما، دیگر حرف های شما رو هم قبول کنیم. در اینجا چند اس ام اس پیام ها پی رسیده است.
من اولو به سم شما میرسانم. چیفتش گفتم برای مدرتیجی. سلام و درود به شما کارگردان سیمو تیجی، شامتان بخیر و شادی باشد. همدیوران عزیز میگن سلامت باشید، شام شما نیز بخیر باشد. گل رخسار می نویسند خواهر عزیزی ما. من بریدگی ولی تشکر. اینجا عشق می نویسند که جواب نادرست است. شما تبریک مدرتیجی. امین بانو آفرین، خیلی کوشش کردن. یک نفس بر آدمی با چشم حیرت بوده است. آفرین بختیجی، شما هم آمدید. سلامت باشید. بخت مدرتیجی میشه تشکر. بخت رحمت. من در پنجکند هستم. تشکر مدرتیجی. حتما ما شما رو تبریک میگیم. بر رقم ما در ارتباط باشید، ما با شما چیپتر رو دسترس میکنیم. رقمتون تید یک بار دیگر 92 828 85 28 می باشد. و در اینجا می نویسند نامه های پرسوز به پیش. بخت تشکر. بخت برادر ما، همون یارو دوستاتون دعوت کنید. بخت نمیدونم برادر است یا خواهر، همون یارو دوستاتون دعوت کنید که به صدا و سیما هم ابونه شوید. با 5 کانالی که در این برنامه ما هست، بالاتو تیوی هم ابونه شوید، با نامه های پرسوز هم ابونه شوید، جهان رو تیوی هم ابونه شوید. هر چیزی همین گروه های ما هست ابونه شدن رو فراموش نکنید. اینجا مدرتیجی می نویسد که امینه جان رحمت. سلامت باشید امینه جان. تشکر میندار. سوال نیست دیگر، هدف تیوی. سلامت باشید. سوال هست البته، چرا نیست؟ 3 کس ابونه شدن. سلامت باشید. وقت البته ما احسان میخونیم. با دوستانتون رو دعوت کنید که حتما به اینجا ابونه شوند. و اینجا امینه بانو می نویسد که ای چی گم مدرتیجی چی؟ هیچ گم نه مدرتیجی. تشکر. یک نامه دیگر رسیده است از نام خب یک نامه دیگر از نامی گفتیم. خب این نامه در اینجا می نویسد که سلام از روسیه، مردم پنجاکند. به خیلی خرسندم که این برنامه رو تشکیل کردگید. به شمایان به این ماه شریف رمضان سلامتی و میگن آبادی و تینجی رو تمنا دارم. بخت میگه که لایک به پیش میگه. سلامت باشید، بخت زنده باشید. و برای انامین محمود جان عزیز و نیست تشکر میگیم. اینک یک سوالی بازم شفاورتر دیگر، لیکن سوال خیلی هم مشکل است، اما با مشکلیش نگاه نکنید. این سوال با کل مخلصانی که در رادیو هم رو گوش کردن، در یوتیوب هم رو تماشا کردن. دوستان عزیز، سوال چنین است، از همه ساده ترین. فقط یک احترامونه خواهش میکنم از شما. این سوال با کل پدران و مادران، برادران و خواهران، فرزندان به همه برابر تعلق دارد. مادر در نزد فرزند همگی 5 تا قرض دارد. قرض مادری باید اجرا کند. لیکن یکمی قرض مادری فرزند به دنیا آوردن است. فرزند سالم. این قرض مادر است که باید فرزند سالم به دنیا آورد. دوم، با فرزند باید غذای سالم دهد، یعنی شیر سالم داده باشد. سوم، فرزند رو با نام نیکش کلام کند. چهارم، او را خانه بدر کند. پنجم، معلومات عالی دهد. این 5 قرض مادر است. لیکن فرزند در نزد مادر همگی 3 تا قرض دارد. همین 3 تا قرض فرزند کدام هایند؟ میدانید 3 تا چیپتا شما باید حساب. مرحبا. هر شخصی که کدامش یابد، یکمش یافت 1 تا چیپتا، دومش یافت 2 تا یافت 2 تا چیپتا توفه، سومش یافت 3 تا چیپتا توفه. اگر 3 نفر یابد 1 تا توفه. و اینک 23 لایک است. و دوستان عزیز، اینک ادامه شما. مرحبا. لایک موندن رو فراموش نکنیم و لایک های شما رو به این رقم انتظار بشویم که خود حاضر شما با انامین گروه لایک کنید. و اینجا بهرالله جان اگه کسی اسکرین شات کرده فرستاد ابونه شده. خب در اینجا دوستان عزیز شما ابونه شدن متفق، لیکن یگان بهرالله جان اشاره میکنه که در عنوان برنامه ما نامون است. اگر شما در حقیقتا هم ابونه شده باشید، انامون ابونه‌تون رو فرستید، اسکرین شات کرده فرستید تا ما بدونیم که شما کدام بیننده ما هستید، کدام بیننده از همه فعال ما هستید. و در اینجا یک نفر می نویسد، من ادامهش رو با شما میخونم. ادامه این نامه ها رو. اکا جان سوالی آسان باشد میگد امینه بانو کم در فکر کردن اکا بر رادیو از مهاجرت از اینجا می نویسم. من یک بار
او میگن اکو جان سوالی آسان باشد اکو برادیو از مهاجرت میگه سلیم جورایف سلام گوید سلامت باشید و سلیم جان جورایف سلام میرسونیم از نام بخت برادرمون و در اینجا زرفشان مینویسد که سلام علیکم شنونده عزیز به دهی اموندره سلام میرسونم بخت سلامت باشید دهی اموندره همه سلامش مورد لحظه گوش کرده است حرمت و احترام میباشد دیانه مینویسد سلامت باشید و در اینجا مینویسد که نگاه بین والدین متاسفانه یکم پدر و مادر رو احترام کردن همین بونو ندرست است سلام مینویسد حسن جان مینویسد اینجا مینویسد حرمت و احترام تشکر مینویسد که یکم احترام اونها رو به جا آورد دوم در وقت پیری اسای یعنی پیرشان باشد اسای دستشان باشد ندرست است تشکر برادر بخت میگه سلیم جان جلوی دیدید برای بخت سلام رسانید 25 تا کامنتر 25 تا لایک دارید دوستان عزیز خیلی کم است 25 تا چرا شما لایک رو دریغ می‌دارید هر کسی که صدا و سیمای پنجکند رو دوست دارد هر کسی که شهری عزیزش رو میپرستد هر کسی که با پنجکند هست پس یک تا لایک رو پخش میکنیم از خود من سرکار اینک من هم یک تا لایک مونم کنی از طرف من اجازه می انا پخش کردم لیکن قبول نکرد چون که از طرف من قبول نمیشد است برای من از طرف شما قبول کی از نوع من لایک موندن میخواد کنی یا لایک موندن رو پخش کنید 25 تا اگر 30 تا شود من سوالی با ساده تر دیگر میدیم یک سوال شفافتر برای مهاجران میدیم که زود پیدا میکنن البته اون افرادی که در مهاجرت هستن زود به این سوالای ما پاسخ میدن اینجا کامنتر رو خیلی زیاد است من امکانات همه اون رو خواندن نتوانسته ایستادم لیکن کوشش میکنم در اینجا مینویسه که به دهه ششقت نو سلام مینویسن زرفشان تشکر دهه ششقت نو سوال چی بود مادر تیجی سوال چنین است احترام فرزند در نزد مادر سه چیز است سه قرض فرزند در نزد مادر کدام هایند و اینجا مینویسه که تشکر برادر بخشون و از دهه ششقت نو گفتیم و اینجا سید مرادوف مینویسه که السلام علیکم از قزاقستان با برادرم اسکندر حمیدوف سلام رسانید ابو منصور اسکندر حمیدوف سلام شما رو راهبر سلام و سیمای پنجکند قبول کردم از نامشون سلام میرسونیم به شما سعید جان مینویسد که سلام از دهه اموندره سعید جان سلامت باشید و همچنین سلام علیکم از نام مبارز به مردم یاری سلام میرسونم میگن و اینجا سوال تکرار کنید سه چیزی از همه قیمتترین خدمتی که فرزند در نزد مادر میکند کدام است و در اینجا بخت مینویسد که حرمت پیران نمو از جوانی پس مناز دام که پیران هم ایام جوانی دیدن تشکر زیاد سعید جان از اموندره مینویسد به همسرم سلام میرسونم سعید جان تشکر زیاد اگر همسرتون رو گوش کرده باشن سلامش ما رو قبول میکنن و اینچنین به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن ماهینه رو رفته چرخ عالمگیر کرد حسن جان تشکر پدر و مادر رو حرمت عزت کند تا عمر آخرین فرزند قرض است میگه سلامت باشید این نگاه و بین در پیری می باشد مادر تیجی تشکر برای ندرست است 28 تا لایک است 24 نفر تماشا کرده ایستادن دوستان عزیز ادامه لایک هایتون رو پخش کنید آخر به شما چی میرسد یک تا لایک است یک تا پخش کنید شد میرویم به عالم دیگر گوش کردن به سرود و ترانه به حرف و گفتارهای شما من باشم یک بار نامه‌های پروسس رو میدارم اینجا از بهرالله برادرم خواهش میکنم که نامه‌های پروسس رو هم انمون سلیکش رو گذارن تا شما پرسیس کنید و دوستان عزیز پرسیس کرده اسکرین شات کرده بعد 93 174 40 11 فرسته تیوی سیمو گفتیم صدا و سیموی شهری پنجکند که همگی 1000 تا گروه 1000 تا نفر به این گروه ابونه شدن کنی همیشه یک همین 1000 تا به 1200 رسانیم باور کنید من فقط هم مفهوم یکتایی سرود نظم میمونم گوش میکنید اگر که در حقیقتا هم شما صدا و سیمو رو دستگیری کنید ابونه شوید و اگر به نامه‌های پروسس باز ابونه شوید در برابر صدا و سیمو این کارمون الانور میشود بسیار هم رنگ دیگر میگیرد و در اینجا می‌نویسه که سعید جان از زمان در خط تشکر خوندیم پدر و مادر رو گفتیم مادر تیجی خود دیگر کامنتر نامده شده است خوب من باشم دوستان عزیز یک سوال باز ساده تر دیگر میدم این حرمت گفتیم لیکن فرزندا بسیار فکر کردید که حرمت چی باشه و چیکار کنیم که حرمت پدر و مادر رو کنیم کمتر در فکر فرو رفتید پس من با شما یک سوالی باز ساده تر دیگر میدم و اینجا شهلو می نویسد که حرمت و احترام دستگیری در پیری از نرانجامدن آنها می باشد میگرد و اینجا نامه دیگر می نویسد که از نام من به پسرم دانشور سلام گوید
وای در دهه یاری سلامت باشید. اینجا نام شما یک نام نیستگید که در یوتیوب عموما قریب که خواندن نتونستم اشکی که بزرگ میخونن ردمی می نویسند اینجا سلامت باشید. و نام دیگر همه فرزند باید پدر و مادر خویش را حرمت نماید. سلامت باشید حسن جان. اینجا مثلا دهه شورناوه بس سلام میرسونم. سیندار جان سلامت باشید. حتما سلام شما رو رسانیدیم. این سلیقه نامه‌های پرسید است. تماشاگران عزیز حتما آبونا شدن رو فراموش نکنید. اینجا من انسان سلام گرم و جوشانم رو میخواهم به فرزندان عزیزم و برنامه شما رسانم. به شما سپاسگزارم چون که میگه در مهاجرت مهنتی قرار دارم. میخواهم یک سرود در وصف غریبی پخش نمایید. خیلی خرسند میشدم. جوابش رو خودتون میگفتید مادر پیجی. تشکر مادر عزیز. خب عزیزان دل 28 لایک است. اینک 2 لایک دیگر رو من انتظار میشم برای 30 لایک شدنش. و حتما وقتی شما 30 لایک میگذارید ما اینجا قبول میکنیم لایک های شما رو و قید کردیم که عزیزان دل شما حتما ابونا شوید به این رقم. اینچنین در پخش مستقیم طریق رادیو گفتیم ولی یک اس ام اس رسیده است. من اس ام اس رو به سمتون رسونم. یک نفر نویسند اینجا میخونیم چی نویسند. سلام شبتون خوش. از ازشان شده سرود خمار رو میماندید. از شما خیلی شاد میشدم اکای شاهین. سلامت باشید تماشاگران عزیز ما. البته اینجا برادر عزیز بهرالله جان یک سرود از ازشان شده با نام خمار. بخرم در دهی مزار با چشم خمار یک دختری بودم. خیلی لایق بود. اگر لایق رو میمخت زنده میبود این خطاگی من بسیار جنگ میتر. لیکن خیلی سرود ایجادی لایق بود که در دهی مزار یک دختری بود. شعر رادیو بود نمیدونم براستی خاطرم بدم آمد. لیکن میدانم که همین سرود بسیار سرودی خوب است. اینک بیاد یک سرودی مادر موندیم از هنرمند محبوب برای کل مادران، برای کل دوستداران انمی یوتیوب کانال. 30 تا لایک شد. تشکر میگم برای انمان نفرانی که لایک گذاشتن و ما رو پیگیری کردن. عزیزان دل این لحظه بیاد من ادامه همین نامه‌های شما رو میخونم و میبینم که 24 نفر ما رو تماشا کرده است. 30 تا لایک همگی است. این خیلی کم است. خوب عزیزان دل و من اینجا میبینم که شما خمار در دهی مزار برید. در دهی مزار با چشم پر خمار. خب در اینجا اکمان از جوابش خودتون میگفته. تشکر. آبونا شدگی اکا سلیم جورایف. خب تشکر سلیم جان. دیگرات چی؟ محمد الله سیفالایف با نامه‌های پرسش چرا آبونا نمیشید؟ یا که با تیوی سیمو چرا آبونا نمیشید؟ آبونا شوید. یک بار لایک مونید که یک ببینیم که لایک های شما چند نفر در اینجا لایک میمونید. اکا برای چی کامنت مرا نمیخونید؟ محمد الله خوندوسم که آخر در اینجا مینویسه که کسی فرزند گرو چوب کردن است. بابو رجب بابو تشکر. سلیم جرایف مینویسه که در دامن بهار. بله در دامن بهار. تشکر. سلام. یک سرود از بابوجان امان الله به مادرم. من برای دودر مهاجرم از پینزه میگن. البته یافته میمونیم. مادر پیجی میگه که ما نفهمیده سیم سرود رو. سرود رو میمونیم لیکن این سرود سلکه سرود رو برای تو میپرتیم. در اونجا تماشا میکنید. چون که اگر مونیم در اینجا بسیاری سرود ها اوقاف معرفی دارد و در یوتیوب موندن امکانه ندارد. ما نفهمیده سیم سرود رو. مادر پیجی تشکر. سلامی مرا به دهه رواتم رسانید که 4 ساله شد که ونی عزیزه حسین جان. ونی عزیزه چی؟ یا فرزندتون. سلیم اینجا سکرین شات کرده پخت و تمام آمد تمام؟
یک تا اوبونا که نمیشه دو دانه اومدگی اقلا من گفتم 20 دانه شاید تا ساعت 23 این 2 دانه خیلی کم است. عزیزان دل نامه های پرسیاز هم پادپیسایся کردن فراموش نکنید. اینجا بهرالله جان برادرمان الان اسکرین شات کرده انقطاش 63 یک نفر پادپیسایся کردن به نامه های پرسیاز. تشکر با اون نفری که پادپیسایся کردن. و در اینجا منیسته که سلام سلیمان برادران به هم دهگان حسین جان سلامت باشید. خب دوستان یوتیوب کانال اوزی در همین آقا هم رو بیدیم بکنم نکنه آقا هم بیدیم بکنم نبینم نه بیدیم بکنم تذکری بودید بالا بودید او بیدیم خب من کم پر چوی خودم بود. خب دوستان عزیز به خاطر اینکه کمتر تیزتر گپ زدم صدا پرده‌های گلور خستگی رو احساس کرد و برای همین کمتر آهسته آهسته گپ میزنم. شما خود رو ناراحت حس نکنید و من کامنت‌های شما البته همش میخوانم در اینجا و 31 تا لایک هست همگی 24 تا کامنت 24 نفر موجود است 31 تا لایک. اون نفرانی که دوستان عزیز مخلصی صدا و سیما هستید، مخلصی رادیوی پنجاکن هستید، شما زادگاهتون رو دوست می‌دارید، پزمان این شهرتون شدید، البته لایک ماندن رو هیچگاه دریغ ندارید. یک تا لایک است از شما، یک تا پادپیسایся کردن است، ابونا شدن است. شما همه وقت در یوتیوب وارد میشید. مهاجران عزیز، اون نفرانی که در مهاجرت هستند، به همتون خوشحالی می‌خوایم، به همتون خوشبختی می‌خوایم. فقط سلامت باشید، هیچگاه سرتون درد نکند، قلبتون غم رو نبیند. الهی در کجای نباشید با فرزندانتون باشید، با اهل عائلتون باشید. و در اینجا سلام اهل عائلم رو زاکر جان. خوب سلامتی سلام چی می‌رسه؟ سلامی من برادرم به همدهگان رسانید میگه حسین و میشه رحمانوف می‌نویسه که سلام اهل عائلم رو با برادرم زاکر جان که در پنزه هست رسانید. سلامت باشید. و نامه دیگر می‌نویسه سلام شب بخیر اکو جان، سلامی من به اهل دهه زیبان میلیبای برادر جان. شما زیبان نویسید زیبان. و اینچنین تاجیک پروس می‌نویسه که سلام اکا موی شریف رمضان تبریک اکا جان، خانه‌های فروشی پرتایید سلامت باشید. به شما نیز مبارک باشد. با برادرم شیرو میگه شیرو که با همراه شما کار و فعالیت دارند سلامی پر از مهر میرسونم. شیرو جان ابو منصور نوشته است. و در اینجا می‌نویسند که یک ترانه از عزیر مهرداد زاده شمانید میلی بای تشکر. و بخت می‌نویسد که در اینجا بخت می‌نویسد که تو یقین دان قرض فرزنده این دفاع والدین، وگرنه از این بودن ما و تو در این دنیا چی سود. آفرین. حسین می‌نویسه که احسن به شما هم برادران در این ماه شریف رمضان. مخلصی اشهدی سیمو هستم و میمانم. گلرخسار خان ابونا شدن رو برنامه‌های پروسس فراموش نکنید. داخل ابونا شوید، یک بار برنامه‌های پروسس. مخلصی سیما هستید، داخل مخلصی برنامه ما هم شوید. آوازتان خسته نباشد. میلی بای تشکر برادر جان. و سلام علیکم از مردم یاری سلامت باشید. از شهر سویلاب میگه به مردم یاری سلامت باشید. روی سفر یک برادر ما از کار برمانم به خانه شمیدن. اکو جان به پیش می نویسم میلی بای تشکر. و اینجا ریتون خوب مدش سوال یکمش چی باشد میگفتید؟ سوال یکمش همین که در پیش پدر و مادر باید همیشه سرخم باشد، به چشم پدر و مادر نگاه نکنند، هیچگاه چشم بد را به سوی پدر و مادر رو نبینند. شبی پر از نشاط رو قبول فرمایید. اینجا چی نیست؟ شبی پر از نشاط رو قبول فرمایید. برای سخنهای زیبایتان تشکر. رخشانه تشکر خواهر جان.
سلامت باشید. شبی پر از ایشات رو قبول فرمایید. اکاجان میخواستم، سلیم جان جوراف مینویسد که اکاجان میخواستم از نام من، پدر و مادر من که در دهه اماندره هستند سلام مرا در ماه شریف رمضان رسم تبریک کنید. میخواستم در حق فرزندان مهاجرشان دعا کنم. البته ما بعد سروده در ده مزار حتما نامه شما رو میخوانیم سلیم جان. من مخلصی اشرده شما شاهین اکا مینویسم. میلبای برهان و سلامت باشید میلبای جان. با جان و دل من به شمایان زنده مینویسم. قدرت تو و امین بانو مینویسم که آوازتان خستگی را احساس نکند. اکا جان سلامت باشید امین بانو. و اینچنین مینویسم که در واتساپتان نوشتن بلیط از کجا گیرم. ما در پیجی بر رقم واتساپ نوشته باشید و 92 828 85 28 هم نوشته مونید. روز دوشنبه دسترس میکنیم. اکا خانه های فروشی شهر پنجاکند پرتوید. اکا جان التماس راستی نمیدانم توجیه بیننده ما و در این به سوال شما حتما برادر ما بحرالله خوش میکنه طریق واتساپ برایتون پیشنهاد کند. شعر عاشقی خانه بحری عاشقا. تشکر. ولی شبتان بخیر باشد، همیشه موفق باشید، آوازتان خسته نباشد اکا جان. و اینچنین از نام من سلام به نیازو عبدالرسول دهی کاخوزشان روشن رزق کاخوزشان بفکرم. سلامت باشید. سلام علیکم میرسد قهرمان سعید. خب تشکر دوستان عزیز. این کامنت‌های شما من ببینید همش قریب خواندم، یگان پیش نمونده است. اگر یگان تا موندگی باشد بخشش. بسیار سوزان گرم است. خیلی که نکن نوشتن در چون که اگر ننوشه امکانیت گپ زدن ما با شما محدود میگیره. اگر یک ساعت کس گپ زدم دویم ساعت صدا میگیره. بعد شما میگید که شاهین جان چرا آوازت گرفت گپ زدن آخه صدا کنی صدا میبرد پای ما محکم میشه کلابنای بوده سکرت میشه. برای همین باید همین چای گرم رو که بهرالله جان آماده کرد بسیار گرم است لیکن باید کمتر سرد کرده نشیم. بسیار گرمی و باید همین یادمچی چشمم رو هم گیرم چون که بوغی همین چای امکانه نمیداد که نقض بینید اسمس رو و همین از که برای دیدن اسمس های شما خیلی مایده اسمس باور کنید چشمی هم تو اودیکتی بینم اگر این خطای مایده یوتیوب خونده نمیشن مجبورم که از که میخونم. چشم بیک شو بگو میگه جمله کلام الله را. از من یک شعر عاشقی میخونم با همتون شما عزیز و بینندگان میتونم میخواد 92 828 85 28 828 85 28 عشق میخواهی عزیزم من برایت عشق هدیه میکنم. مهر میخواهی عزیزم من برایت مهر هدیه میکنم. خوشبختی میخواهی برایت چون گلی صدبرگ تحفه کردم پس خوشبختی رو طلب کن از او من هم برایت میخواهم. هیچگاه خستگی رو احساس نکند قلبی پر از مهرت زیرا که من به تو مهر میخواهم. زی قلب تو به قلب خویشتن محبت زی قلب خویش به قلب تو دادن صداقت. تو را من دوست می‌دارم اگر دانی پس بیا با من باش اگر با من بمانی. من دوست می‌دارم تو را و تو دوست می‌داری مرا. ای خوشا جان شیرین لحظه با من بمانی. اگر بود رخسار تو چو گل‌های صدبرگ و بنفشه خیلی تو را دوست دارم این را کرده است دلم پیشه. به قلب من همیشه جاویدان مانی. تو را من دوست می‌دارم عزیزی من همیشه در امان مانی. اگرچه دور از وطن
خود را غریب احساس میکنی. احساس غریبی مکن، همیشه در امان مانی. تو فرزندی وطن هستی که مادر در کنارت هست. تاجیکستان جان به جانی تو، زرافشانی غم برارت هست. همیشه سربلند و نیکنام باش ای هموطن. در هر کجای هستی با تیوی سیما باش ای هموطن. وقتی که برایتون شعر میخوندم، شعرهای آزاد، این شعرها یکان شاعر گفته که من از خودم میگم، گرچه که بعضی قافیه نداشته باشدم، از محبت دیدم همچون ترانه برایتون میگم. و وقتی که میخوندم برای شما این گفتارها رو، مثلا من قهوه در دستگاه من، چای در دستگاه من خنک شد و فرصت رسید که بنشم. آفرین و بهرالله جان، اینک من یادم شم رو میگذارم و اسمسای شما رو میخونم. خوبه. سلام از دهی اماندار سعید جان. سلامت باشید. این پرتودگی واتساپ که اسکرین شات کردم. سلامت باشید سلام جان. فرزند بینخ باقی پدر میگه حسن و در اینجا کانال ما سوال رو تکرار کنید. میرم سوال میخوای بود که قرض فرزند در مورد پدر مادر چی است؟ حرمت پیران ما و از جوانی بسمانه خود تشکر و سلام گرم جوشان گلرخسار رو رسانیدیم. گلرخسار چون مهنتی کردن دارم واسه غیری پخش کنم با اتفاق بسن. جوابش رو خودتان میگفتید. ابونا شدگی اکم. سلام، یک سرود از وجود اندبوده و خود رفته ایستاده است و در اینجا با برادران شعر قایم تکرار کردیم و من است که سوال یکمش چی باشد میگفتید. گفتیم که این به چشم پدر و مادر سخت نکنه کردم. اکا جان میخواستم از نام من پدر و مادرم بله میخونیم در هفته برنامه و در اینجا اسمس دیگر رسیده است. سلام، از نام من بر دهقانهای دهه سرفیان سلام گوید. عادل جمعیف، از نام عادل جان به همه دهقانهای دهه سرفیان سلام. همیشه فلسه کردن همشهریان عزیزان. گلرخسار سلامت شفر جان. یگان بیت عشقی شود. حسن خانم بیت عشقی من از دهه امانداره اکا یک لایک گیرید. راشن سلامت و شورا جان. خب السلام علیکم. من از دهه ترمرا یک ترانه از اولین بابای مونه تشکر. البته میمونیم جوی کوکوتیچی جوی کوکوتیچی سعید تشکر قهرمان. سلام هموطن و خوش آمده مادر کردی و حالا باشد زنده باشید. میگن میرو مینسته که یا دختر همسایه احوال تو چیست؟ ببوسه و بکنار شب یاری تو کیست؟ شب یاری تو من بودم و دور افتادم به دست سری من یاری وفاداری تو کیست؟ سلام باشید. و اینجا مینسته که اکا جان میخواستم یک تا سرود ارکین اکا گلی جان باز اومده میمونده سریم جوری وقت مینسته که ای تا کنون نارفته ها رخت سفر نابسته ها با رفته ها پیوسته ها یاد آورید از رفته ها مانند تو آدم بودند هم شاد و هم در غم بودند زیر زمین بین خفته ها. خب در اینجا لطیف شریف مینویسه که سلام علیکم از چتنیا میگه یک سرود در اجرای واجب صادر شود. تشکر. بینابر میگیریم در هفته برنامه میشود و یک دو شعری فرهمند ماند میگه میلی بوی. تشکر میلی بوی. بینابر میگیریم در اینجا 31 لایک 18 نفر ما رو تماشا کرده است و میبینم که یک نفر زنگ میزند. قبول میکنیم. الو سلام علیکم. بله سیمیش میمینم. در شهر کجا یا که پنجاکند؟ کجا؟ در شهر خودجند
ارزش چپتا 30 سوم و 50 سوم است. یکم قدم چند تومن؟ 100 تومان. 100 تومن؟ بله. یعنی تجربه عکسی دست وقتی میشه و چپتا در دست خودمان است. وقتی که ما روزی چهارشنبه $20 رو به فروش میگذاریم، حالا بلیت 30 سومانی در کاخ جوانانی به نام لایق شلالی به فروش است. سلام باش. خب دیدتون مخلصان عزیز، یک بار طریق آنلاین گفته گذاشتیم و در اینجا یک زنگ دیگر است و ما قبول میکنیم نفری نوبتی در خط موج است. 8783. سلام علیکم، شب بخیر. شما رو گوش میکنیم. شما در بخش مستقیم قرار دارید که در رادیو صدای پنجاکند و اینچنین طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو. بله شما رو گوش میکنیم. خوب تشکر. یعنی همه کم زنگ میزنند که از شهر پنجاکند هم صحبتشون میشیم. البته میپرسیم چی احوالشون چطور است، چی میخوان، چیکار کرده رسیدن. شب بخیر باشد. خوب هستید شما؟ شب بخیر، تشکر. خدا سلامتیتون از رحمت شکر. از شما پرسیم. نه تشکر. ما در خدمت خلق هستیم در یوتیوب کانال تیوی سیمو که کلی مردم جهان ما رو مستقیما تماشا میکنن و طریق رادیوی صدای پنجاکند حرف ما رو میشنون و ما امشب در خدمت هستیم. نصیب ما سحر سفر داریم به ولایت سوخ. تشکر برادرتون. سلام باش. و اینچنین اسمس نوبتی است از رحمت جواب سواب چنین به فکر من خدمت مادر و در اینجا باشد عزیزان دل. زنگ نوبتی است از طرف یک نفر برادر عزیزی ما و به همتون سلام میرسانم و باید قید نماییم که همه شما را عزیزان دل به ابونا شدن به یوتیوب کانال جهان آرا تیوی، اینچنین نامه‌های پرسوز و تیوی سیمو، صدا و سیمای شهر پنجاکند، لوتو تیوی دعوت میکنیم که ابونا شوید و حتما پادپیسایся کنید. اینچنین اسکرین شات کرده به رقم 92 500 فرستید و همچنین به رقم 93 174 411 فرستید. و نام دیگر است که خدمت به مادر است بخت منیزه. تشکر. السلام علیکم. من از دهه ترمراب میخوام یک ترانه از آلین بابای شما گفتن. تشکر. سلام به مردم پنجاکند از مهاجران. اقبال سیف منیزه. و اینجا نام نیک داشتن مادر رو نگاهگین کردن. تشکر. رحمت برای سعودی خانبار ممنونم. 88 14 سلامت باشه. و عزیزان دل این لحظه بیاد ما برای شما یک لحظه
در بیار یار یار. خب در اینجا عزیزان دل میبینم که چند دقیقه خاموشی پس سر شد چون که چندین لحظه های تکنیکی پس سر گردید و حالا من SMS پیام ها رو به سمت میرسانم. یک تا شعر فرهمند مونید گفتن اکو بحرالله به سلام شود میلی بوی به پنجکند بوستان گلرستان است. پنجکند بوستان بر پیش زنده باشد برادران شیرین سخن سلامت باشد. اپا خدمت به مادر میگه بخت سلامت باشد. سوال چی بود مادر تیجی سوال رو هیچ کس پیدا نکرد. گفتیم که خدمت فرزند در نزد پدر مادر چی است و یک سوال ساده میدیم چون که این سوال به یافتن تعیین شد. خب دوستان عزیز سوال همین گونه است به همه شما. وقتی که سوال عاشقی میتیم البته شما عاشق شدگی میدونید یکمین مراتبه در راه عشق جوان پسران عاشق میشوند یا جوان دختران؟ اگر جوان دختران شوند چرا؟ اگر جوان پسران شوند چرا؟ فقط یک کلمه هست اما یک کلمه رو شما یابید. ما با شما چیتاهای رایگان از کنسرت سینیج میبینم و میتیم و اینچنین باز یک سورپرایز داریم تا ساعت 12 برنامه میبریم. کسانی که در نام 2 ساعت از همین لایک ما رو به 100 لایک میرسونن ما تحفه پولی هم داریم که به صورت حسابتون گذرانده میشه و اونهایی که در نامه های پروسس هم سلکش رو به هلوجان میگذارن ابونه شوید و به 100 نفر ابونه برسانید ما حتما به شما تحفه پولی هم میدهیم. یعنی شما این شب صاحب چیپته رایگان هم گشته میتونید صاحب هم مقدار پول هم گشته میتونید که به صورت حسابتون وارد میشه. شما از اون کمتر مگابایت گرفته باز تماشا میکنید برنامه ما رو. همگی 67 لایک دیگر به تیوی سیمو لازم است. اینچنین 37 پارتیسیپاسیا به نامه‌های پروسس لازم است و اینچنین تیوی سیمو هم ابونه شدن رو فراموش نکنید. اینجا می‌نویسه که سوال چی بود؟ سوال همین که اول جوان دختران عاشق میشوند یا جوان پسران؟ کدامش عاشق شود سبب چی است؟ السلام علیکم من از دهه ترمرو و میخواهم یک ترانه از عالم بابای فمونید. سلام به مردم پنجکند از مهاجران میزن اقبال ایسایف روشن ازم چی چای به مروزنی که زمین نغنی جای چای به مروزنی زمین نغنی متاسفانه آواز نیست میگن مادر تیجی بخت می نویسد که به پیری خدمت مادر پدر کن جوانی و جنون اثر بدر کن مزن ترنه برایشان از دل سیر که گرد یا به زمان گردی تو هم پیر که پرورد از مادر در کنار پدر بود سالها تیمار دارد. آواز می نویسد مادر تیجی زبوق نیست مگر علیشیر مغلوموف آواز می نویسد علیشیر آواز نیست مگر گلرخصار و در اینجا سلام علیکم شب بخیر اکو جان. سلام علیکم ملیکه خان آمدن. شب بخیر باشه به ملیکه بانو خوش آمده. جوان پسر به حسن بخت جوان پسر به حسن متاسفانه حسن نیست از همه چیزی قیمتترین صبر است. آفرین دوستان جان و صبر درست است لیکن جواب به سوال ما این لحظه صبر نیست. عزیزان دل حالا 36 لایک است و گفتیم که 64 لایک دیگر اینجا 6 نفر ما رو تماشا کرده ایستادن و اگر همین 6 نفر هم زیادتر شماره شما تماشابینان زیادتر تماشا کنید زیادتر برنامه ما رو همراهی کنید ما برایتان احسن میخونیم و حالا من یک سوال بازم شفقاورتر دیگر برایتان پیشنهاد میکنم و سوالی که از همه شفقاورتر پیشنهاد میکنم برایتان این سوال خیلی هم سوال ساده باشد و گفتیم که جوان پسر به حسن میگوید از همه چیز قیمتترین صبر است. نامه های پرسوز و پارتیسیپاسیا کردن را فراموش نکنید. عزیزان دل مخلصان یوتیوب کانال تیوی سیمو باید قید نماییم که در شهر پنجکند این لحظه بود هوا خیلی هم ساکن است. یعنی هوا ساکن است. طبیعت نوتکرار شهر پنجکند خیلی هم زیبا است و شما وقتی که پنجکند باستانی رو یاد میکنید باید بگویم که پنجکند باستانم شهر زیبایم توی ادیاری که مادر مهربانم در کنارت هست دعاگویم توی در مهاجرت منم فرزند تو ای هموطن یک کف دعا بهرم بده زیرا که پزمانم توی. این از نام بودگی ها در مهاجرت از نام نبودگی ها هم و این از دوستان عزیز 9 نفر یک توگه لایک موندن رو فراموش نکنید. 37 من می نویسند سلامت باشید. تشکر ملیکه خان 37 لایک کنید دومش لایک موندن. اقبال ایسایف سلام شاهینی کورو زرمین
Карим Каримов, саломат бошед Карим ҷон. Як лайк монед агар дар ҳамин барномаи мо боз кор анодур мешуд. Ва дар ин ҷо менависад ки салом Шоҳин, зинда боши бародар, ҳама вақт дар пеш. Иқболҷон, ташаккур. тамошобинони азиз, марҳамат лайк монданро фаромӯш накунед. Ҳусейн менависад ки раҳмат бародарҷон. ва мо гуфтем ки 37 то лайк аст ки 40 ба мерасонад. 38 39 40 ки мешавад. баъд обуна шавед ба рақами иртиботии мо 93 174 40 11 фиристед. ҳатман мо анамон лайки шуморо, анамон подписатсияи шуморо қабул мекунем. 11 нафар айни ҳол моро тамошо карда истоданд. ба ҳаматон аҳсан мехонем дӯстони азиз. саволи аз ҳама шавқовартари дигар, ҳама чиз душман дорад ба худа. шумо медонед ки ҳама чиз душман дорад дар дунё. як саволи содда. ҳамин мо дар мардуми шаҳри Панчакент бисёртар ҷурғот истеъмол мекунем, шир истеъмол мекунем, равғани зард истеъмол мекунем, қаймоқ, ҳама чиз дорем. ҳамин чиз ҷурғоту қаймоқу равғану йогурту маҳсулоти ширӣ ватани худашро доштааст. пас мегӯем ки ватани йогурту қаймоқу ҳамин ширу ҷурғоту ҳамин чизо ватанаш кадом мамлакат аст? он мамлакате ба ҳисоб меравад ки 60% аҳолии ҷаҳонро бо анамин маҳсулот таъмин мекунад. марҳамат, шумо мегӯед ки тамошобинони азиз, кадом давлат аст ки 60% аҳолии ҷаҳонро бо маҳсулоти ширӣ таъмин мекунад? ин кадом мамлакат ба ҳисоб меравад? агар донистед, ҳатман нависед, дар ин ҷо номи давлатро нависед. салом гуфтам, саломат бошед ва менависад раҳмат бародар. ва менависад ки Шоҳин, ту ранги наски алиш карам бегири як ҷо дошта намешини. хуб, саломат бошед. саволи дигар карда истодам. саломатиятон нағз мешавад ҷон. ташаккур Карим Каримов. хуб, ака ман саволҳое бинам ки шумо ёфтанатон қайин шуда, зиқ шудастон, барои савола дигар кардам. ва менависад ки салом, шаб ба хайр. ин барномаи шумо чӣ тавр аст? ин барномаи мо Гулчин ТВ. ин барномае аст ки барои тамоми мухлисони ТВ Simo онлайн назар пахш карда истодем. салом, шаб ба хайр. Россия менависад, мутаассифона Тоҷикистон нодуруст аст. Китай менависад, нодуруст аст. хуб, дӯстони азиз, ватани йогурт куҷост? мана хулоса карда мегӯям, ватани йогурт куҷост? ватани маҳсулоти ширӣ кадом давлат аст? шахсе ки ёфт, ҳатман ба шумо 2 то чиптаи Ройгон аз консерт Севинч Мӯминова тӯҳфа мегардад ва шахсе ки ҳатман меёбад. ва дар ин ҷо 39 то лайк аст, 61 лайки дигар мондаст ба ТВ Simo. дӯстони азиз, 61 лайки дигар ва инчунин азизони дил 60 лайк ва ба номаҳои пурсӯз бошад. ман ҳоло мебинам чанд то лайки дигар шумо метавонед чанд то подписатсия дигар кунед. яъне номаҳои пурсӯз ба вақте шумо подписатсия мекунед, ҳатман ба рақами 93 гуфтем ин ҷо 64 то ҳаст. яъне ҳамагӣ 36 нафари дигар агар подписатсия кунад ба номаҳои пурсӯз, он гоҳ 100 то подписатсия мешавад дар номаҳои пурсӯз. 40 лайкро ки мегузошта бошад? 40 лайкро. ва ин ҷо менависад Хитой. ин ҷо чӣ барнома аст? соҳибҷон менависад. соҳибҷон Аминов, ин ҷо чӣ барнома аст? бале, ин ҷо барнома аст, барномаи интерактивӣ. барномаи интерактивӣ саволу ҷавоб, яъне барномаи интерактивӣ фозилон аст. ҷустуҷӯ мекунед, донишмандо ҳаракат мекунем, ҷустуҷӯ мекунем, меғалтем, мехезем, ба саволҳо ҷавоб медиҳем ва соҳиби тӯҳфа мешавем. ба саволҳо ки ҷавоб додем, мо барномаи консерти Севинч Мӯминоваро дар шаҳри Панчакент сани 15 май, дар шаҳри Хуҷанд сани 17 май гузаронда истодем. шахсоне ки ба ҳар ду саволои мо ҷавоби дуруст медиҳанд, чиптаи Ройгон ба ҳар ду консерт медиҳем ки арзиши як чипта 30 сомонӣ аст. мо ба шумо 30 сомонӣ небу, балки якто чипта тӯҳфа мекунем ки худи чипта ҳам 30 сомон арзиш дорад. ва инчунин тамошобинони азиз, шумо вақте ки ба ТВ Simo тамошо мекунед, агар обуна шудагӣ набошед, ҳатман амонҷо ба забони русӣ подписатсия навистед. подписатсия кунед ва подписатсия кардагаратонро скриншот кунеду ба рақами 93 174 40 11 фиристед. ва ҳамчунин барномаи дигаре дорем ки хайриявӣ аст. барнома барои дастгирии маъюбон, камизодҳо, ниёзмандо. барномае дорем ки дар YouTube канал бо номи номаҳои пурсӯз. мо силкашро дар ин ҷо гузошта истодем. ба ҳамин номаҳои пурсӯз низ дароед, подписатсия кунед, обуна шавед, лайк монед ва видеоҳоро тамошо карда комментарияи худро нависед, зеро ки анами кӯмаки шумо барои анамин барнома саҳми худро мегузорад. ва ин ҷо менависанд ки рускому тоже
вопросы. Ба забони русӣ мегӯянд саволотонро пешниҳод кунед. Саломи маро ба пайи иқболӣ расонед. мутаассифона бо забони русӣ пешниҳод кардан намешавад, зеро ки барнома дар тоҷикистон бо забони тоҷикӣ баромода шуда истодааст. бояд мо забони тоҷикӣ худамонро риоя кунем барои забони тоҷикӣ ки барнома мерад. ва ҳар шахсе ки бо забони русӣ мехоҳад, шумо анамин саволи моро бо забони тоҷикӣ гӯш кунед, баъдан дар Google TG Google тарҷума дароиду тарҷума карда ҷавобашро фаҳмед. Ва инҷо ошибка видеоролик поступить лишь план тамошобинон азиз, албатта ҳар нафар метавонад бо мо бошад, ҳар нафар фикрашро баён карда метавонад ва ҳеҷгоҳ шумо хастагиро эҳсос накунед ва кӯшиш кунед ки дар барномаи мо ҳамрозу ҳамнафас гардед, зеро ки ин имкониятҳоро фақат барои шумо маҳз анамин YouTube канали ТВ Simo медиҳад. хуб, дар инҷо менависам ки ташаккур 88 хуб, хуб азизони дил, хати занги иртиботимо бозам озод аст ва дар инҷо эфир гум шуд. خب عزیزان دل، در اینجا کمتر شبکه اینترنتی ما رو قریب که از شما جدا کرده است، لیکن کوشش کردیم که جدا نکنم تا با شما در ارتباط باشیم. همین فرصت رو از دست ندید. ما همه شما رو خیلی هم صمیمانه دوست می‌داریم و عین حال باشد عزیزان دل فرصت داریم که زنگ‌های شما رو، نامه‌های شما رو، حرف شما رو قبول کرده باشیم و در اینجا من عنوان نامه‌هایتون رو به سمتتون میرسونم. در اینجا می‌نویسم بله سلام شاهین، خوب سلامت باشید. سلام شاهین کارو من زنده باشید برادر، همه وقت به پیش. رحمت برادر جان، حسین جان و در اینجا می‌نویسم که شاهین خوب سلامت باشید و اینجا برنامه گفتیم شاهین جان سلام از نیکنوت نو، سلامت باشید برادر جان. هندوستان سلام به شما، میگه هندوستان درست است. دل می‌نویسد دل شکستن درست است و پوست خوب. سلام ما رو به پای اخبار گفتیم اینا ما نیستیم و رایگان. خب ملکه خان شما به بلیط همه وقت هست. سلام از زبان از زیبان میگم، زیبان شاکر جان سلام اکا جان، ما از مسکو سلام پنجاکент میرسونیم میگن اوبلاقولوف مقصود جان و سوال رو پیشنهاد کنید زود بارسلونا میگن، متاسفانه بارسلونا نیست، آواز نیست، ضبوط نیست. سلام، سوال شما چگونه بود اولین پیدایشی یogurt کدام دولت و یا تامین کننده یogurt کدام دولت؟ بارسلونا می‌نویسم. تشکر. خب وطن یogurt گفتیم، وطن محصولات شیرین عموما کدام دولت است که 60% اهالی جهان را با همین محصولات تامین می‌کند؟ شخصی که یافت 2 تا چیپتای رایگان از کنسرت سیوینج می‌نوه به شما تحفه می‌گردد. با مردم اماندره سلامی مرا رسانید. رفشن رضایی سلامت باشید. ما بعد این یک پخش مستقیم با رادیو با خلق هم صحبت شویم.
شاید شهربندگانی هستن که نزد به صبرانه ما رو انتظاری میکشن. دلم آب و ادایت شد چرا این را نمیدانی. ایندیا، روسیه نوروز است. خب در اینجا دوستان عزیز ما همراه شما با کل مخلصان در بخش مستقیم طریق رادیو نیز میگردیم. شما پیگیری برنامه ما باشید، از برنامه دور نروید، زیرا ما همه شما رو خیلی هم صمیمانه دوست می‌داریم. خب عزیزان دل، خب عزیزان دل، سنه 15 می در ورزشگاه مرکزی شهر پنجاکент به شو کنسرت جدید سیوین مومینو و همه شما رو دعوت میکنیم که به این برنامه کنسرتی قدم رنجه کنید و حتما در این برنامه کنسرتی هنرمندان جوان تاجیکستان گروه پروین لطف‌الله حاجی مرادوف و هنرمند جوان دیگری ما بزرگمهری صبح‌الدین برگزار می‌گردد که بهترین هنرمندان جوان برایتان سرود و ترانه‌های جذاب را پیشنهاد می‌کنند. خب در اینجا وقتی که من سر میجنبونم، چون که موسیقی بسیار در گوشم صدا داده است، برای همین اگر شما هم گوش کنید این موسیقی ها رو هر رو بال برآورده شما هم گپ میزنید. روسیه می باشد، گرمانیا می باشد، میگه محمد جان متاسفانه گرمانیا نیست، وطن یوگورت بلغاریا نزدیک است. شاید ژاپنیا باشد، برای اون که یوگورت کلمه ژاپنی به فکرم امریکا است. از سلام می نویسد، خوشبخت باره که مثلا سه شهر روشن زیر جواب نوروز است. خب عزیزان دل، این لحظه میبینم 14 نفر در ترانسلیتر، یعنی 14 نفر در بخش مستقیم ما رو تماشا کنید. مرحمت کنید لایک موندن رو فراموش نکنید و من ببینم که چند نفر این لحظه ها لایک میمونید و 41 تا لایک است. با 45 لایک کی رسانیده میتواند؟ کی گفته میتواند که من با 45 لایک برده میرسونم؟ 13 نفر. مرحمت لایک شما رو من انتظار هستم. 10 میلیون تن شیر 3 سال میکند. 10 میلیون تن. متاسفانه در اینجا سلام همه مردم نیکناد و میگرد کریم. سلامت باشید کریم جان. و می نویسد که این ایندیا است. بخت متاسفانه ایندیا نیست. خب شنوندگان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجاکент بار دیگه شبتون بخیر باشد. با همه شما طبیعی بالیده و چهره خندان میخوایم که این لحظه ها برنامه ما رو مستقیما گوش کردید. برای رقم ارتباطی 92 828 85 28 میتوانید زنگ زنید، همراز همنفس با برنامه ما گرید. ساعت 23 10 دقیقه رو نشون میده. اینجا مشتری تیسل می نویسند 88 14 که نام نیک است، داشتن مادر رو نگاه بین کردن، آبرو و اعتبار مادر رو همیشه حفظ کردن. رحمان برای سروده خمار ممنونم. عیادت مادر گروه چوب کردن است، نماند که مادر خورزور شود. خدمت کردن تا آخر عمر به مادر می باشد. و نام دیگر رسیده است. منظر که سلام شاهین جان، صدایتان خسته نگردد. من مخلص همیشگی رادیو صدای پنجاکент هستم. یک شعر عشقی التماس کنید. من سبزینه از شهر پنجاکент. تشکر سبزینه خان خالی عزیز، حتما در وقتی برنامه میشود. نام دیگر السلام علیکم برادر، من محسن هستم. برای دوست داشتم نازنین سلامی مرا رسانید. به نازنین گوید که محسن تو را دیوانه‌وار دوست می‌دارد. التماس تلفن او را بردار و هیچگاه زیقش نکن که اگر دلش از تو ماند هیچگاه تو را دیگر نمیبخشد. با احترام محسن تنها و دیوانه نازنین. سلامت باشید محسن جان. باوری دارم نازنین لحظه اگر شنیده شده باشد حرف ما رو حتما برایتان با محبت نگاه میکنم و شما رو دیگر زیق نمیکند. خب عزیزان دیگر خط زنگ ارتباطی ما بازم موجود است. برای اینکه نامه نامبری باشم می‌نویسم که سلام اکو جان، من ماهرخسار هستم از شهر پنجاکент. سلامم رو برای دوست داشتم میرسونم. التماس یک شعر عشقی خوانید. خیلی او را دوست می‌دارم و از او جدا شدن نمیخواهم. احمد جانی من، دل و جانی من، باشی با من همیشه ای مهربانی من. سلامت باشید. حتما برای احمد جانتان بهترین سرود در وقتی برنامه میشود. خب عزیزان دل خط زنگ ارتباطی ما آزاد است و در اینجا میبینم که
باز همون امکانات نازکی های تکنیکی دیده شده ایستاده است و حالا SMS ها رسید دوستان می‌نویسن که گریسیا میباشد. متاسفانه حسن جان سلام می‌نویسن. حسن جان به شما سلام. گریسیا نیست و در اینجا اقبال ایسایف کوشش کرده رسلان جان می‌نویسن سیشه است 98 ازش متاسفانه سیشه نیست و این یورو هم باشد میگن متاسفانه یورو هم نیست و این مملکت نام داره سال 2019 یکمین مراتبه این اسپانیا میگن ما دادارو 2019 رو در نظر نداریم امروز رو در نظر داریم امروز چگونه است. خب و من از برادر عزیزم کارگردانی ما باید قید نماییم که همین برادر خیلی هم گرامی قدرم بهرام جان دعوت میکنیم در اینجا چون نقصان‌های تکنیکی نیز پیدا گردیده شده است و تو نظرشون رو نسبت به آن بیان کنم و اینچنین در اینجا منطقه که جواب سوالتون این ریم نمی باشد. خب تماشاگران عزیز حالا میگم 9 نفر ما رو در پخش مستقیم تماشا کردید. البته کامنتاری نوشتن رو فراموش نکردید. اینجوری لایک موندن رو نیست فراموش نکنید چون لایک های شما رو من به صبر انتظار هستم. 92 828 85 28 ماه رقم میتونید در پخش مستقیم. شب زنده داران رادیو در کجا باشن؟ برای چی؟ در رادیو امکاناتی هم روز ما گردیدنتون محدود است. یعنی شما کوشش کرده ایستادید لیکن در این پاس خاطر شب شد همه خواب باشن. همه مخلصین رادیو صدای پنجکن خواب باشن که من باور دارم که هیچ کس خواب نمیاد همه بیدار هستن. پس فکر کنید با ما باشید و من این لحظه زنگوی شما رو به صبرانه قبول خواهم کرد و کوشش کنید که در برنامه ما همراز گردید زیرا که امکانیت تنها برای شما داده شده است. 92 828 85 28 به این رقم زنگ زدن و یا SMS نوشتن به شما امکانیت داده می شود. و همچنین گفتیم سنه 15 می به ورزشگاه مرکزی شهر پنجکن با کنسرت هنرمند دوست داشته خود سیوینج مومینو و همه شما رو دعوت میکنم. و اینجا یک SMS دیگه نوشته است همه خواب رفتن. اقبال سیف تشکر. در حقیقت هم اقبال جان اگر که همه خواب باشن پس ما هم برنامه رو جنبش کنیم تا که خواب شما ناز بارد. اگر راضی باشید تا مانع نیست بگذار چون استراحت شما از همه چیز قیمت برای ما است. وقتی شما استراحت کردن میخواید ما چرا شما رو مجبور کنیم که برنامه‌های ما رو گوش کنید یا که با ما باشید خوابتون گرفته شده باشه البته خواب میرید چون که خواب از همه چیز قیمت است. خوب دوستان عزیز این خوب قیمت‌ترین چیز برای شما است لیکن برای ما از همه قیمت‌ترین چیز این مخلص است. قیمت‌ترین شخص مخلص دوست داشته همین رادیو. عزیزان دل نظر باشد برای بالای خاطرتون باز یک سرود دیگر میگذاریم بعدا صحبت ما با شما باز هم ادامه می‌یابد. پیگیری برنامه ما باشید. خب دوستان یوتیوب کانال حالا خط زنگ ما آزاد است. مرحمت میتوانید این لحظه با اون باشید و من میبینم که 43 نفر 17 نفر ما رو تماشا کرده 43 تا لایک است. 17 نفر بینندگان عزیز ما دوستان یوتیوب کانال تیوی سیمو اینک 18 نفر شدیم. مرحمت یک توگه لایک رو پخش کنید بعد اون وقت معلوم میگردد که 43 به 50 نزدیک میشود. همه خوب می نویسند ما خوب نمی نویسند. اقبال ایسای سوال تکرار کنید. وطن یاگورت وطن محصولات شیری کدام دولت است؟ اروپا می نویسند محمد جان. اروپا دیگه کدام دولت است؟ اکو یک تو سرود ارکین اکو مونت پیش برنامه رو جنبست کردن. سلیم جان تشکر. برزیلیا می نویسند. اقبال ایسای تشکر. عزیزان دل 44 لایک شد. من باز لایک های شما رو انتظار هستم به رقم دوست داشتهتان لایک مونید و اینجا گفتیم حتما شما ابونا شوید به کانال های ما نامه های پرسوز گفتیم و اینچنین تیوی سیمو صدا و سیمای شهر پنجکن و همچنین لاتو تیوی امکاناتی ابونا شدن رو از دست ندید. ما بهترین لحظه هایی که شما در پخش مستقیم با ما هستید ما همین لحظه ها رو انتظار میشویم تا که شما حرف زنید همراهی ما گردید و در برنامه ما اشتراک کنید. 44 تا لایک است عزیزان دل که لایک موندگی نه حالا
برای لایک نموندگیتون با 50 لایک رسانیدن 18 نفر و بهتون یکتاگی اون نفرانی که لایک موندگی نه یکتاگی لایک مونید 50 نفر رو برده میرسونیم و اینچنین زادروز و تبریکات خود رو دوستان عزیز و خویشاوندانتون رو با واتساپ انامین ما فرستید، زیرا که ما امکانات داریم که پیوندان شما رو با زادروزشون تبریک کرده باشیم، زیرا که واتساپ ما 93 174 40 11 می باشد. و حالا من سوال دولت گفتم، این دولت آخری حرفش حرف یا می باشد، یعنی آخری حرف این دولت حرف یا می باشد. اکنون شما یابید که با حرف یا این کدام دولت شده میتواند؟ مرحمت، با حرف یا آخرین حرف این دولت یا می باشد. نه که ما زنگ شما رو انتظار میشویم که کی غالب میبارد. غالب صاحبی دو تا چیپتا میگردد، اون دو تا چیپتا به کی تقدیم میکرده باشد، به خوشبختترین شخصی که ما رو انامین لحظه ها بهش کرده ایستاده است. و در اینجا می نویسند که جواب شاهین جان سوالی من به استاد سلام من رو به استاد عبدالله رسانید. سلامت باشید کریم و البته سلامتون به ژاپنیا می باشد. سلام انسان گرمانیا، ایتالیا نزدیک، لیکن جوابش دیگر است. ایتالیا خیلی نزدیک اما وریانت درست دیگر است. 45 تا لایک شد. شنوندگان و بینندگان عزیز، ما یک ادامه لایک های شما رو من میخواستم قبول کنم و 50 لایک رو برده رسانیدن ما در کار بود. ساعت عینی ها باشد و 23 گفتیم اینجا 23 18 دقیقه رو نشان میدهد. تا 23 اگر شما همین تا ساعت 24 با 100 لایک و نامای پرسش به ابونا شوید، گفتیم با 100 نفر ابونا شدن نزدیک کنید، ما با شما تحفه میدیم. اینجا هنوز هم 64 است، حالا هیچ کسی دیگر پیوست نشده است برای ابونا شدن به نامای پرسش. اینجا می‌نویسه که ایتالیا، چخیا، اسپانیا، روسیه، انگلیا، شویتسیا می‌نویسد، ایران، اندونزیا می‌نویسد. سلیم نادرست است. باز کجا کدام دولت دیگر؟ اینجا می‌نویسد کیتای، متاسفانه کیتای نیست. باز فکرای نوی شما اقبال اسم می‌نویسد که این کیتای است. عزیزان دل، لایک موندن خود رو فراموش نکنید. همگی 13 نفر هستیم. وقتی شما لایک می‌مونید ما می‌فهمیم که در حقیقت هم شما پیگیر این برنامه ما هستید و همروز هم نفس با ما می‌گردید. تیوی سیمو صدا و سیمای شهر پنجاکент داتو تیوی این کانال‌هایی میباشد که شما به این کانال‌ها ابونا شده میتوانید. یک نامه به عنوان برنامه رسیده است، می‌نویسند برای شنونده ما: سلام، رادیوی شهر پنجاکент، مهمان ما از دیوشتیج پنجاکент مهمانی آمدیم. یک تا موسیقی شود مرتضی پادشاهی عشق من کجاست؟ خب مرتضی پادشاهی عشق من کجاست؟ مرتضی پادشاهی عشق من کجاست؟ هنرمند ایران. عشق من در کجایی؟ چرا نمی بیایی؟ اگر خواهی بیایی عشق من کیتای و اینجا بزرد ترکیه می نویسد. سوال تکرار کنید اکو جان. بلژیا، فرانسیا، متاسفانه نادرست است نام جان و ما برای شما البته در رادیو خواهیم گذاشت. و اینجا عزیزان دیگه خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. مرحمت فرصت رو از دست ندید و کوشش کنید که با برنامه ما باشید. تیوی سیمو عزیزان دل، تیوی سیمو رقم ارتباطی ما و شما رو با هم بپیوندد 93 174 40 11. ابونا که شده اسکرین شات کرده حتما به این رقم فرستید گفتیم آن شخصانی که ابونا شدن. و در اینجا فرانسیا، در اینجا مثلا فرانسیا، ترکیه، بلژیا، فرانسیا، ترکیه. سوال تکرار کنید. میگم دینا وطنی گفتیم یاگورت و شیر محصولات شیری کدام دولت است؟ این میگن که یوگسلاویا متاسفانه درست است. ایندیا نادرست است. باز عزیزان دل 45 تا لایک کی به 50 لایک برده میرساند گفتیم لایک ها رو و حتما با کانال نامه‌های پرسش نیز ابونا شوید. عزیزان دل ابونا شدن رو فراموش نکنید. نامه‌های پرسش یعنی کانالی است که برای دستگیری کردن شخصان معیوب، نیازمند، اینولیدها، کمبیزاتان، نیازمندان
ما این کانال رو تشکیل کردیم. شما ابونا شوید، حتما ویدیو رو که ما رو تماشا کنید، به دیگران توصیه دهید و ما با شما وعده میدیم که بهترین خدمات رو در این برنامه قید میکنیم تا شما از ماجرا تماشا کرده نظرتون رو بیان کنید. و اینجا ایندی هم نویسند همچنین دیل مگه سوال رو تکرار کردیم و دیروز چیپته سیوینج رو غالب اومدم، از کجا دسترس کنم؟ برای 92 28 85 28 نویسید پیام کنید. ایسلند می نویسن و در اینجا واتساپ تلفن کردن ندادیم، سیمو شما تلفن کنید حتما ما به شما میدهیم. خوب عزیزان دل، اینک ما در رادیو هستیم. رادیو برای شما امکانیت میدهد که همیشه با ما باشید، چون که رادیو صدای پنجاکент فرصت میدهد که در این پاس خاطرش شما ما رو پیگیری کنید. عزیزان دل، به همه شب زنده‌داران شب بخیر میگیم و حالا SMS پیامی که به رقم ارتباطی ما در دست رسیده است از 2989 نویسه که سلام رادیو شهر پنجاکент. مهمانان از نوی دیوشتیج قدم رنجه کردن به این دیور و میخواستیم یک سرود خوب از مرتضی پادشاهی عشق من کجاست اهدا میکردیم. خیلی شاد میگردیم. نامه دیگر رسیده است. السلام علیکم برادر جان، من مستونه هستم از شهر پنجاکент. سلامم رو برای شب زنده‌داران میرسونم و بسیار میخواستم که یک شعر عشق شود. زنده باشید. نامه دیگر، حرمت و احترام پدر و مادر از تمام چیز دنیا قیمت است. زنده باشید. تشکر زیاد. و نامه دیگر میگم که برای بهرام جان سلام ما رو رسانید. التماس سروده عاشقی و از دین شمانه دلم آب و علا شده. سلام باشید. خب عزیزان دل، 92 828 85 28 خط زنگ ارتباطی موجود است و اینچنین گفتیم که رقم ارتباطی ما 92 828 85 28. همچنین در این رقم شما میتونید زنگ بزنید و SMS پیام های خود را فرستید. حالا باشد چند نامه در اینجا هست، من نامه ها رو به شما میخوانم. گریسیا نادرست است. دانیل یانگرام اخباری صرف نادرست است. بیت های عشق شود میگد میلی بوی. بلغاریا میگد اسپانیا، گریسیا، ایرلندیا، بلغاریا، گریسیا نادرست است. خب عزیزان دل، همگی گفتیم 45 تا لایک و 15 نفر ما رو در پخش مستقیم تماشا دارن و در عموم 595 نفر ما رو پیگیری کرده شدن. لیکن ما انتظار آن نفرانی هستیم که ما رو در این لحظه ها همگیری میکنن، همراهی میکنن و با برنامه های ما خواهند بود. از هنرمندان دوست داشته برایتون البته میگذاریم، لیکن از موج ما دور نروید، از رادیو ما دور نروید و من میگم که بیا ای گلی باغ بهشت، من دوست میدارم تو را. بیا ای گلی باغ بهشت، من دوست میدارم تو را. جان و دل فدایت کنم، من یاد میبارم تو را. تو اندلیبی بی بها هستی درون سینم، ای مهربان ترین اختر بخوان من باره بیا. پرواز محبت در وجودت آمیزش است، صاحب این دل توی برخواندان دل بیا. من هنوزم تشنه دیدار چشمان تویم، من هنوزم تشنه دیدار چشمان تویم، من هنوزم شیفته رخسار چون ماه تویم. آخرین حرف دل من چنین است که دوستدار تویم، با هم بیگانگیت باز من یار تویم. هیچگاه مخور غم که غمخوار در زندگی کنار دوست، همیشه
سربلندی و نیکنامی از آن توست. تو را من دوست می‌دارم اگرچه نیستی کنار دل، همیشه با من باش زیرا که تو یک بهارم. تو قوت قلب من هستی و میمانی همیشه، بر تو فدا سازم قلب خود جان من بکن پیشه. عزیزان دل، برای همه شما تعریف بریده و چهره خندان و لبان پر از تبسم می‌خواهیم همیشه خوشحال باشه. نظر کارگردان برادر ما بهرام جان بهترین سرودها رو برایتان می‌گذارند. یک سرود از میگیرم مطلع با نام در آغوش تو میمیرم. میگه که در آغوشی که سر تا پا عشق است، محبت است، در آغوشی که صداقت است، در آغوشی که چشمها پر از مهر است، در آغوش تو میمیرم. چشمان مرا میبینی که گاه گاه خسته در راه است، قلبی مرا تو میبینی و میشنوی که کمتر بیمار است. وجود من برای تو ای گل صدبرگ هوشیار است. تو را دوست دارم تا قیامت، زیرا که زیر این دیار است. تو در دل من خانه کردی، خانه نو مبارکت باد. صاحب این پیمانه کردی، پیمانی نو مبارکت باد. چو هستی زیب این خانه و این در، همیشه سربلند باش چون که تو هستی رهبر. کناری من کناری تو، کنار دل کنار او، همیشه جاویدان مانی. تو بالا و من از کنار این هم او. عزیزان دل، همیشه خوشحال، کامیاب و سربلند باشید. یک میرویم برای گوش کردن سرود از میگینم و در آغوشی تو میمیرم. برای دوستان عزیز، کمتر چشم اونم نیز مونده شدم و من همه اسمس پیام شما رو میخوانم، بعد کمتر استفاده میکنیم، با سپس صحبتمون رو دوام میدیم. و در اینجا بنزن که اندونزیا، نفرش بلغاریا، انگلیسیا، فرانسیا، اندونزیا، پولش می‌نویسن محمد جان، شویتزاریا می‌نویسن ایران، شهاب میگه که گرمانیا، سلیم میگه گولندیا، کریم میگه شاهین جان، یک تا شوری پدر میگه چی ماست مرتضا پاشوری. بارسلونا می‌نویسن شکر، واقعا می‌نویسن که سوال رو تکرار کنید. وطن یا گفت شیر کدام مملکت است؟ دیوشتی یا واقعا سوال فقط آمده است. خب عزیزان دل، این لحظه من برایتان همون لحظه رو امکانه میدیم که کمتر شما با ما باشید و من باشم کمتر چشم رو دم میدیم، بعد صحبت این باز با شما ادامه میبرم. اگه 45 تا کامنتر، 45 تا لایک شد و 11 نفر دیگه زدن و در عموم 60 نفر ما رو خیلی کردن، لیکن دیگرها باشن نظرم در کجا خاموش هم بودن. خب تشکر زیاد عزیزان دل. هیچگاه از یوتیوب کانال ما دور نروید، از صدای پنجکن دور نموشید، که ما با شما هستیم، همراز و همنفسی شما. و استرالیا می نویسد یک نفر بیننده ما
lekin javob دیگر است.
тамошобинони азиз ва дӯстдорони ютуб канали ТВ Симо, бори дигар шабатон бахайр бошад. Шумо моро мустақиман тариқи ютуб тамошо карда истодаед. ба инҷо смс паёмҳое ки расидааст, комментариҳо менависанд ки Голландия аст ва шоҳинҷо мегӯянд якта шеъри падар хонид илтимос Барселона гуфтанд ва ассалому алайкум мегӯяд. Аз номи ман салом ба тоҷикистониҳо, ба пеш Илҳомбек соҳибов. ва иқбол исоев менависад ки Молдавия аст. Ассалому алайкум, аз номи ман саломат бошед. ва менависад салом ба аҳли бобуназарҳо аз Москва, Карим Каримов саломат бошед. ташаккури зиёд. ва тамошобинони азиз, инак суҳбати мо бозам мустақиман идома меёбад. ин лаҳза мустақиман моро беш аз 680 нафар пайгирӣ мекунад. ба ҳаматон тансиятӣ ва хонободӣ мехоҳем ки бо барномаи мо ҳастед, пайгирӣ барнома бошед. Шоҳини Зарафшонӣ ҳастам, тариқи ютуб ҳамрӯзам нафаси шумо ва метавонед дар ин лаҳзаҳо дар барномаи мо ҳамроз гардед ва моро пайгирӣ кунед, зеро ки ҳар дақиқа ғанимат аст. мегӯяд ки агар дар ин дақиқаҳо бо мо ҳастеду моро ҳамнафасӣ мегӯяд 682 нафар ин лаҳза дар пахши мустақим пайгирӣ барномаи мо ҳастанд. хуб дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. инчунин гуфтем қайд кардан ба маврид аст ки ба ютуб канал ворид гардед, номҳои пурсӯзро интихоб кунед ва дар он ҷо низ партисиатсия карданро фаромӯш накунед. ҳоло бошад як нафар партисиатсия кардан ба номҳои пурсӯз, яъне мо 64 будем, 65 нафар шудем. инак боз азизони дил, ман интизор ҳастам лайкҳои шуморо, комментариҳои шуморо. ба ҳар касе ки обуна мешавад скриншот карда фиристад, ё ки ман обуна шудам гуфта нависад. Деваштиш Облоқулов менависад ки Булғористон ёфтам. Дина менависад ки Болгария, Молдавия. Ассалому алайкум, ташаккур. Алайкум ассалом, нодуруст аст. Менависад салом ба аҳли дӯстдорони радиои САДОИ Панчакент ва ютуб канали ТВ Симо. Шоҳинҷон, садоятон хаста нагардад. Саломат бошед. хуб азизони дил, хати занги иртиботӣ мо озод аст, лекин ман ҳоло бошад ба дар инҷо нигоҳ мекунам радиои САДОИ Панчакентро ҳам камтар бинем ки мухлисони азизи мо шабзиндадорон дар куҷо ҳастанд. хуб консерти севинҷ соли 15 май дар бачгоҳи марказии шаҳри Панчакент гуфтем консерти севинҷ муъминов аст. шумо метавонед дар ин барномаи мо иштирокчӣ аз ҳама фаъол бошед. ман барои кулли шабзиндадорон ҳамавақт шаби пур аз меҳр мехоҳам. ҳоло 47 то лайк монда шуд. инак дӯстони азиз ба 50 лайк наздик мекунем. ҳар касе ки мехоҳад инҷо бале дӯстони азиз, айни ҳол ки моро 688 нафар пайгирӣ мекунад, пас комментария навистан, андешаҳои худро баён карданро аз даст надед. Болгария менависад, мутаассифона Болгария нест. гуфтем ки ватани шир ва ватани йогурт кадом мамлакат аст. боз дар баробари савол дӯстони азиз як саволи математикӣ хеле ҳам сода бароятон пешниҳод мекунем. дирӯз пешниҳод карда будем, чанд нафар бинандагони мо андеша рондан. як нафар ба унвони рақами дастии ман смс навистааст ва мегӯяд ки акоҷон ҳамеша рақами 55 гуфтеду, то саҳар ҳисоби китоб кардам, ҷавобашро наёфтам. ҳамин рақами 5 неё рақами 2 гӯед неми осонтар мешавад, тез меёбем мо. майляш монеа нест. пас имшаб ман барои шумо рақами 2ро пешниҳод мекунам ва мебинем ки ки дар мактаб баҳои 2 гирифта бошад зуд меёбад. чунки ман ҳам дар вақти дар мактаб таҳсил карданам гоҳ-гоҳе баҳои 2 мегирифтам, зеро ки ҳамавақт панҷхон гуфта гаштанам маъне надорад. дуям ҳар кас 2 гирифта наметавонад, ҳамо шахсе 2 мегирад ки мисоли ман гам мезанад. барои ҳамин дӯстони азиз, гоҳ-гоҳи баҳои 2 гирифта бошед, ягон вақт зиқ нашавед. дуям баҳои нағз аст, баҳои 2 мегирад, баъд 2 та 2 гиред 4 мешавад. инак савол чунин аст: аз рақами 2 то 2222 чанд маротиба рақами 2 такрор мешавад? шахсе ки ёфт як то чифтаи Ройгон аз консерти севинҷ муъминова ба шумо тӯҳфа карда мешавад. марҳамат. инҷо Израил менависад, мутаассифона нодуруст аст шаҳоб. гуфтем ки саволи дигарро мегузорем: аз рақами 2 то 2222 чанд маротиба рақами 2 такрор мешавад? шумо агар ёфтед ҳатман бо мо бошед. ман мебинам ки кани киҳо
این با سوال ما جواب داده میتونن. از رقم 699 نفر ما رو پیگیری دارن. از رقم 2 تا 2222 چند مرتبه رقم 2 تکرار می شود. این سوالی از همه ساده ترین ها. کسانی که در مدت من اینجا با شما ساعت میمونم و در مدت همین ساعت یافتید، من با شما 2 تا چیپتا تحفه میکنم. ساعت این حال 23:42 دقیقه را نشان میدهد تا ساعت 24:00 4 تا 0 18 دقیقه وقت. در طول همین 18 دقیقه شخصانی که غالب میبرایند برایشان 2 تا چیپتا تحفه کرده می شود و شخصانی که غالب نمیبرایند چیپتا تحفه کرده نمی شود. اینک عزیزان دل 701 نفر ما رو پیگیری دارند. مرحمت رفتیم از رقم 2 تا 2222 چند مرتبه رقم 2 تکرار می شود و هر نفر میتواند در برنامه ما پیگیری کند. با موج ما باشد 101.5 FM رادیویی صدای پنچاکند است و تیوی سیمو رو اینجا می‌نویسد که منطقی است. نه متاسفانه منطقی نیست. این سوال عیناً است. 4 مرتبه می‌نویسد شادمانزاده. متاسفانه 4 مرتبه نیست. باز خط زنگ ما آزاد است. دوستان عزیز لایک ماندن رو فراموش نکنید. 47 تا لایک تا 50 نفر گفتیم که به یوتیوب کانال نامه‌های پرسوز نیز وارد گردید و حتما در آنجا خود را ابونا کنید و اسکرین شات کرده به عنوان برنامه ما فرستید. من باشم اینها در اینجا یک نفر می‌نویسد که منطقی است لیکن نیست. استوری 11 متاسفانه 11 تا نیست. چند لحظه پیشتر چند نفر شعر عشقی خواسته بودن و من برای کل محبان یوتیوب کانال شعر عشقی میخونم. این لحظه کمتر چای انمی با کوکتی چای هست کمتر بینشم که صدای گلم خستگی رو احساس نکنن. امشب نسبت شب‌های دیگر تو را خیلی یاد کردم. امشب نسبت شب‌های دیگر تو را خیلی یاد کردم. برای محبت تو کمی باشد هم فریاد کردم. تو از من میپرسی که چقدر دوستت میدارم. باور میکنی در این پاس خاطر شب ستاره هایی که در آسمان است هیچ کدام آنها محبت مرا برکشیده در ترازوی عقل نمیتواند. تو میخواهی که حرف دل مرا بشنوی. حرف دل من مثل آب دریای زرافشان در جوش است، خروش است، زیرا که میدونی چقدر تو را دوست میدارم. خیلی هم صمیمانه. تو بانوی زیبای من هستی. تو هستی من هستی. باور میکنی قامت شمشادت، چشمان شهلایت، نگاهی چون ماه تابانت همیشه میکشد مرا. همیشه پیش نظرم میآید هر دقیقه ای که با تو بودم. لحظه ای که دست بر دست و چشم بر چشمت نگاه میکردم. تو را من یاد کردم. تو را من یاد کردم. تو را من دوست داشتم. تو را من دوست خواهم داشت. میدانی در این پاس خاطر شب برای تو ترانه میخوانم. در این پاس خاطر شب برایت بدون یگان بهانه میخوانم. تو را خیلی صمیمانه دوستت میدارم. تو از آن من هستی و من از آن تو. پس بمان در کنار من تا کنم جان قربان تو. تیوی سیما را تماشا میکنی.
صدای مرا از صدای پنجکند میشنوی، حرف دل مرا احساس میکنی. پس بدان که از دوری ها پزمان تویم، من شیفته و شیدای تر نگاه تویم. در آغوش تو میمیرم، در آغوشی که سر تا پا محبت هست، در آغوشی که عشق است و صداقت هست، در آغوشی که مهر است و محبت هست. باورم میکنی؟ خیلی تو رو یاد کردم. باورم میکنی خیلی تو رو پزمان شدم، چشمکانت را، نگاه دیدگانت را، گفتار لبانت را. هرگاهی که میگویی تو مرا دوست میداری، شاید مرا پرتافته و با دیگری میروی. من بارها تکرار به تکرار میگم نه. هزاران دلبران دیدم دست بر دست میروند، هزاران دختران دیدم چشم مست میروند، هزاران حسن و جمال را دیدم که گردآفرید و ملکه و تهمینند، لیک برای من تو هستی از همه آنها گنجینه ام. تو گنجینه و دردانه و زیبنده و ارزنده هستی و منظور من آن است که با تو من هستم و تو با من هستی. زرافشانی همیشه مهر ورزد برای تو، چو شاهین پرواز کند در سمای تو. محبت در دلم جاودان ماند، عشق تو ای عندلیب من بی‌بها ماند. شبت خوش باد جان شیرین، شبت خوش باد عزیزم یار دیرین. من تو را خیلی صمیمانه دوست می‌دارم و بدان که تا هست نفسم، تا هست تپش دلم، من دوست می‌دارم تو را، من دوست می‌دارم تو را. شبی خوش. تا شب‌های دیگر خداوند نگهبان توست. خودت را احتیاط کن. من تو را همیشه دوست می‌دارم. خوب عزیزان دل، دوستداران یوتیوب کانال تیوی سیمو، به همتون شب بخیر میگیم. این ترانه عشقی به کل عاشقان و محبوب دل من و دل شما، به هر نفری که عاشق است، به هر نفری که عشق دارد، به هر نفری که دل دارد، به هر نفری که محبوبه دارد، به هر نفری که محبوب قلب خویش دارد. میگم که از نام همین جوان سران که تو محبوبه هستی و یا گل رخسار و ماه رخسار، تو بانو هستی و یا گل بانو و دل رخسار، تو مستانه و منظوره و میسره و مروارید، هر کسی هستی برایت ارزنده است حرف دل ما. زنام جمله دوستان و دوستداران پیامت داده ایم، از محبت ها کمی باشد هم کلامت داده ایم. من باشم کم در آن این کرکت چایی که از چای طبیعی است می نشم، بعد SMS های شما رو می خوانم. بای بای. بسیار تمرین تکرار دارد. وقتی میگه چای آب زرافشان که اگر چای جوشانیده و از انمون چاینک و یا آفتابه و یا قهردانی که در آتشدان چای میجوشد بنوشی، لذتش از قهوه‌ای که در دیگر جا می‌نوشی بلندتر است. و اینجا من رو میارم به صفحه SMS پیام‌های شما.
و میبینم که این نزدا 732 نفر ما رو پیگیری دارد و چون این از آوازتان خسته نباشد اکا جان بگذار برا باشید سلامت باشید 555,005 رحمت 55 میلیون 5 مدرسه شما رحمت بتش بهترین زنده باشید عاشقی سخت هستید برادر سلامت باشید 259 مراتب شویتساریا شما متاسفانه نادرست است در این دنیا عاشق باشید همیشه عاشق شدن 233 تا یگان کس سوال رو دیهد سوال رو تکرار کنید خب 111,111 مراتب شادمانزاده سعید جان به شعرهای عاشقی خوانید بسیار عاشق شدگی سلامت باشه سلیم جان شادمانزاده سعید جان به خواندیم که همین شعرش کمش برای شما بود خب عزیزان دل عینی حال باشد من سوال رو تکرار میکنم از رقم 2 تا 2222 چند مرتبه رقم 2 تکرار میشود مرحبا تا ساعت 12 همگی در اینجا ما چند دقیقه دیگر داریم کوشش کنید که پیگیری برنامه ما باشید ساعت 23:53 دقیقه نشان میدهد عزیزان دل ماه اپریل هم به آخر رسید ببینید که سنه 30 اپریل بعد از 7 دقیقه به آخر میرسد ماه می میآید ماهی که شاعر خلق تاجیکستان لایق شعری تولد شده است در این ماه و برای شما همین شاعر خلق تاجیکستان لایق شعری میگیم که شعر لایق را آهنگ لایق را گفتار لایق را بخوانید و دوست دارید همیشه جاویدان میمانید و عزیزان دل این لحظه بیاد باز من رو میارم به صفحه نامه های پرسوز و میبینم که چند نفر ابونا شدن تا این لحظه به این شبکه و البته تانمه که این شبکه فعال میگرد 739 نفر ما رو پیگیری دادن عزیزان دل شبتون بخیر باشد خط زنگ آزاد است مرحمت در اینجا من رقم های شما رو میگه شویتساریا سوال رو تکرار کنید کی رو دوست میدارید مینیسن برادر سوال رو تکرار کنید چی مینیسد این مفتون و 8 مراتب نادرست است 1 تا 2 هست نادرست است 1 تا 2 نیست خب دوستان عزیز خط زنگ ارتباطی ما آزاد است از رقم 2 تا 2222 چند مراتب رقم 2 تکرار می شود فکر کنید پیگیر برنامه ما باشید زیرا که این امکانیت رو به شما تنها صدای این تیوی سیمو داده ایستاده است به شما فرصت رو از دست ندهید در حقیقت هم وقتی که شما با ما هستید و هم نفس سیمو میگردید همان قدر ما آزادتر خود رو حس میکنیم 743 نفر با ما هستند دوستان عزیز همین لایک موندن رو چرا شما اینقدر نقص نمیبینید یک بار اما لایک موندن رو فراموش نکنید طرف راست تلفنتون نگاه کنید در نزد همین ویدیو که انیال پراموی پیر پخش مستقیم رو تماشا میکنید در آنجا امکانیت لایک موندن هست شما برای همین یک تا لایک رو پخش کنید و ما ببینیم که کی به 50 تا لایک برابر میرساند و در اینجا می‌نویسد که برادر سوال رو تکرار کنید 8 مراتب 1 تا 2 هست 21 مراتب 2222 شادمانزاده متاسفانه جان مدرست است از رقم 2 تا 2222 چند مراتب رقم 2 تکرار می شود عزیزان دل کم حساب کنید میابید گفتیم که از رقم 2 بعد یک کمک دیگر میکنیم اول تا 100 پیدا کنیم از رقم 2 تا رقم 102 چند مراتب رقم 2 تکرار می شود اگر شما این رقم رو یافتید بعد دوامش رو میابیم میدونید شما چرا نیافته ایستادید چون در مکتب یگان بهای 2 گرفتگی نه شما اگر بهای 2 میگرفتید زود حساب کردن میافتید برای شما 5 خانه که هستید ما با شما بحث نمیکنیم برای همین دوستان عزیز خط زنگ ارتباطی ما آزاد است مرحمت هر شخصی که امکانات دارد این لحظه ها با عنوان برنامه ما زنگ زند و یا خود عنوان SMS رو فرستد اینجا من باشم برای بریده خاطریتون کوشش کردم که تا شما جواب درست رو پیشنهاد کنید 47 تا لایک است لیکن 3 تا دیگه لایک نمیدونم اینقدر آدمون همه شما در کجا که لایک موندن به امکاناتتون از دست داده اید و می‌نویسد که 102 مراتب
تیگر می‌نویسد، عکس دو مراتبه. اقبال ایسایف می‌نویسد، تشکر سلامت باشید. لیکن تا رقم 102 چند مراتبه همین گفتیم عزیزان دل تکرار میشد. مرحمت خط زنگ آزاد است. لایک موندن رو بر رقم علامت با یوتیوب کانال تیوی سیمو ابونا شوید. تیوی سیمو، صدا و سیمو، لاتو تیوی، نامه های پرسوز، جهانورو تیوی، یعنی به این سامانه ها شما امکاناتی ابونا شدن رو دارید. وقتی که پادپیساسیا میکنید حتما وقتی پادپیساسیا کردن کامنتاری نویسید، لایک گذارید و به دیگران توصیه دهید تا که برنامه ما رو تماشا کنند. و حالا 747 نفر ما رو در تمام گوشه و کنار دنیا پیگیری کرده شده است. عزیزان دل این لحظه یک دو مراتبه میگن اقبال، متاسفانه دو مراتبه نیست و حالا باشد من برای شما امکانه میدم که کمی فکر کنید. خوب عزیزان دل صحبتی ما با شما ادامه می‌یابد و من باشم در همینجا کوشش میکنم که تا ساعت 12 برنامه رو با شما برم. بعد 12 برنامه رو به انجام میرسانیم. ساعت 23:59 دقیقه رو نشان میدهد. ماه اپریل 2021 هم رفت، ماه می آمد. پس عزیزان دل آمد ماه می الله ماه با فیض باشه، ماه پر و برکت باشه، ماه باشه که فقط شما خرسند باشید، فقط به پیش روید، فقط حرکت کنید، خرسندی و خوشحالی و سلامتی نصیب شما گردد. عزیزان دل خط زنگ ارتباطی ما 92 828 85 28 آزاد بود. این حال باشد امکانیتش محدود است، لیکن من باشم زنگ‌های شما رو قبول میکنم به این رقم و کوشش میکنم که در برنامه ما شما خیلی هم چالو باشید، خیلی هم فعال باشید. و در اینجا میبینم که دیگر بینندگان عزیز ما هم در خواب شیرین هستند. اگر شما خواب باشید عزیزان دل، ما برنامه رو جمع بس میکنیم تا که شما نقص خواب رو استراحت کنید و در روز دیگر نفرانی به کار میروند، نفرانی استراحت میروند. اگر نفرانی که در اختن هم بیدار اینجا می‌نویسند که 3 مراتبه است، میگه شما منظوره نادرست است، اسکاندیناوی نادرست است این سوال. سلام، این برنامه رادیوی صدای پنجاکند است اگر خطا نکنیم. جوریف نسیم، بله برنامه رادیوی صدای پنجاکند است در پیشنهاد شاهین زرفشانی مؤلف و برنده این شامله برنامه. 224 تا متاسفانه مفتون نادرست است، 224 تا نیست. شما کم در باز فکر کنید. عزیزان دل گفتیم که هر کس میتواند با کانال ما ابونا شود و اینچنین لایک ماند و من میبینم که همین 47 لایک دیگر 48 49 نشده ایستاده است که 48م لایک به سهمش میگذارد. من انتظار میشم. مفتون میگه 225 مراتب نادرست است و بله در اینجا 226 تا میگه باز نادرست است. یوروپا سلامت باشید و در اینجا اسرائیلیا متاسفانه و دیگر است و من باشم برای مخلصان رادیو برنامه رو جمع بست کنم. خب عزیزان دل، مخلصانی که رادیو صدای پنجاکند رو گوش کردید، صدای به همتون تبریک بریده می‌خواهیم. شب پر از مهر برایتون باشد. الهی همیشه صحت و سلامت باشید، همیشه با علامین برنامه‌های ما باشید و
من باشم در این دقیقه ها در این لحظه ها برنامه رو طریق رادیو به انجام میرسونم و به همه شما خوشحالی میخوایم از نام تمام مهاجرانی که از دهه یاری هستند و اماندره و دشت قاضی و کاخوشان و نوابات و از تمام ریشه و کنار تاجیکستان که در مهاجرت هستند، از همه اونها به شما سلام میرسونیم. از همه شما با آنها نیز سلام میرسونیم. امروز برنامه میخوایم همیشه کامیاب باشن، خوشحال باشن، خوشبخت باشن. شما هم تنسیت و خانواده باشید. با رادیو صدای پنجاکент میمونید. برنامه ما رو طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو، صدا و سیمو، لوکی تیوی، نامهای توسوز و جهانگاه تیوی دسترسی کردن میتونید برای تماشا کردن. حالا باشد در تقویم سنه 1 می سال 2021 میلادی است. به همه شما همین تقویم رو مبارکباد میگم. 1000 ماه می ماهی پرفیض باشد، ماهی پربرکت باشد، ماهی پر از دستاوردها باشد، ماهی خرسندی ها باشد، ماهی باشد که هیچگاه شما انداغی نباشید، راه افتاده نباشید، ماهی فقط پیش روی ها باشد. برای همین با شما در این دقیقه ها خداحافظی میکنیم. ما بعد چند لحظه دیگر سفر میکنیم به خوجند باستان و همتون تبریک بالیده میخواهیم. دعا کنید که ما صحت و سلامت و مرکزی برویم و همیشه برای شما خوشبختی میخواهیم، سربلندی میخواهیم و میگیم که مخلصان عزیزی صدای پنجاکент برای ما همه شما رو دوست می‌داریم، چون تا این لحظه با ما هستید، شب دیندار هستید و همه شما رو سنه 15 می و شو کنسرت سیرین مومنو رو دعوت میکنیم که سیرین مومنو رو در حقیقت خودش میآید و بهترین سرود رو برای شما در برنامه پیشنهاد میکنند. اینچنین گروه پروین لطف‌الله حاجی مرادوف و بزرگمهر سوهیدین سرود و ترانه جذاب برای شما اهدا میکنند. شما میتونید برای چیپ خریداری کردن برای فرند 92 5203 92 989 89 92 877 77 و 92 828 85 28 در تماس باشید. برای شخصان معیوب، اینوالید، امکاناتشان محدود، نیازمندان شماره چیپته ها رایگان است و شما میتونید روز برنامه برمختن آمده چیپته رو گیرید و برنامه وارد کردید. در همینجا برنامه رادیوی ما از رادیو صدای پنجاکент به انجام میرسد. با شما شاهین زرفشانی مؤلف و برنده کارگردان بهرام جان بودیم. همراه نفس تا برنامه دیگر. خدا نگهدار شما و ما طریق یوتیوب کانال چند دقیقه دیگر برنامه میبریم، بعد برنامه رو جمع بس میکنیم. در اینجا سرود و ترانه ها رو باز میگذاریم. گوش کنید، استراحت کنید، بهره بردارید تا شب‌های دیگر، تا برنامه های دیگر، تا دیدار دیگر. خدا نگهدار شما. خودتون را احتیاط کنید. ما شما رو دوست می‌داریم. عزیزان دل، ما طریق انمون برنامه قید کردیم که طریق رادیو صحبتمون رو جمع بس کردیم. اکنون فقط طریق یوتیوب مونده است که ما اینجا 48 تا شد و میبینم که یک تای دو تای دیگر مونده است. لایک رو اگر شما پخش کنید حتما اون لایک شما به چند میرسد؟ به 50 میرسد و اینجا باشد نامه ها خیلی هم زیاد رسیده است. خود حساب میگه 228 مرتبه، مفتون 221 مرتبه، 220 مرتبه، 202 مرتبه. متاسفانه واریانت ها نادرست است و کم در حساب کردن در کار، چون که این حساب نکنه تخمین گفتن که نمیشه جواب. برای این حساب کردن نکار. مرحبا دوستان عزیز، ما میبینیم که 800 نفر و نزدیک میکنه تماشاگران ما رو 1775 نفر و اینک خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. شما فرصت رو از دست ندید. در برنامه ما کوشش کنید که همراز گردید، هم نفس گردید و اشتراکچی فعال برنامه یوتیوب کانال تیوی سیمو باشید. عزیزان دل می نویسد 224 مرتبه، 226 مرتبه یورو میگه و در اینجا تشکر. دیگر تماشاگران ما به فکرم خوابشون برد همه را. برای همین یک نامه دیگر رسیده است از بیننده ما. در اینجا می نویسند که
افضل شادی وطن و شیر مادر پیشترش رو میمونده نکوش انجام ایام مادر دعای که گیر از برای آداب را پرش دارم. سلام بار دیگر، شب‌های خوش. سلامی مرا از نام من و برادرم در فدراسیون روسیه محمود جان عزیزو با اویل شما رسانید. سلامت باشید. 8814. خب به حج برد میگه. سلامت باشید. به سخنهای مادر گوش کنید. به حج برد. سلامت باشید. تشکر. خب دوستان عزیز، در همین جا باشد 777 نفر مورد پیگیری دارند. خب دوستان عزیز 48 تا لایک شده است. 2 لایک دیگر رو کی میگذاشته باشد؟ همین لایک 49 و 50 اش رو شخصی از همه خوشبخت‌ترین کی باشد که من لایک رو میگذارم، انا لایک و من لایک گفتم میگذاشتگی آدم‌ها هستن. و در اینجا می‌نویسد تیسه که سوال یاگورت این چخیا یا سربیا میباشد. از هر دوی اینها یک داشت. هر دو وریانت ها مدرس است. خب عزیزان دل، وطن یاگورت و محصولات شیری گفتیم کدام مملکت است؟ من به شما کمک کردم یکی شما بسیار جستجو کردید اما جواب اصلیش به کمتر حرکت نکردید که زودتر پیدا کنید. برای همین من برای شما فرصت رو دادم و از این فرصت استفاده بردید. آفرینتان میگم و میگم که 49 لایک. السلام علیکم رمشاد میگه سلامت باشید رمشاد بابو جان. 49 لایک آفرین، سلامت باشید، تشکر. 50 لایک رو که میگذاشته باشد مرحمت. هر کسی که لایک میموند من لایک موندم بیاد. رمشاد برادر جان شما در کانال تیوی سیمو ابونا شدگید یا که در کانال نامه های پرسوز که سیلکش در بالا هست، در بالا کامنتاری بخونید سیلکاش گذاشته شده است، میتونید شما ابونا شوید و در اونجا دارید حتما پادپیسایся کنید که تا برای دیگران امکانیت دیدن آزادتر گردد. خب تماشاگران عزیز، خط زنگ ارتباطی ما، خط انامین یوتیوب کانال ما آزاد است. 49 یک لایک دیگر اگر بذارید 50 لایک می شود. و اینجا گفتیم نامه های پرسش همگی 65 نفر اعضای انامین گروه هستند و 35 نفر دیگر اگر دسترسی میکردند و به 100 نفر میرسوندن کارمون خیلی هم عالی میشد. و اینجا من ابونا هستم میگه 400 بار تکرار میشود. متاسفانه 400 بار نیست. و اینجوری میگه که بلاروسیا به فکرم نادرست است. من به شما کمک میکنم این کشور یکی از حرفاش حرفی یا میباشد و همچنین در برابر حرف یا باز یکی از حرفاش حرفی ا میباشد. ا یا کلمش باشد. خب کم تا فکر کردن نکنید چون که همه چیز از فکر کردن میشد، یک بار خلاصا برآورده نمیشود. خب دوستان عزیز مرحمت، شب زنده داران، در اینجا اخبار ایسای خوبش بردگی برادر ما شاد منظور بخیر بیدار امینه بانو کجا رفته باشند، اینجا ملیکه خان کجا باشند و مخلصان دیگری ما ملیکه خان و گفتیم شهاب خیر بیدار دیوشتیش کجا باشند، برادر ما شاکر کجا باشند و شهاب کجا باشد، محمد جان در کجا، اینچنین ندینه در کجا باشد، سلیم جان، لطیف، انمون یک خواهر داشتیم با نام امینه بانو بودن مفکرم، انمون امینه بانو هم نیستن، سلیم جان و ملیکه خان بودن و در اینجا گل رخسار بود یک خواهری ما رخساره بود. اینو در کجا باشن اینو اگر خود رو از دست ندهید امکاناتی با ما بودن و از دست ندهید امکانات خوب است برای شما. و روشن رضای تشکر زیاد. خب عزیزان دل، عین حال گفتیم 790 نفر مرا پیگیری دارند و در اینجا آلبانیا می نویسد، ارمنیا، آلبانیا باشد، متاسفانه آلبانیا نیست. این یکی از حرفایش حرفی ا گفتم، من گفتم که اولی حرفش ا می باشد. اسپانیا. خوب تشکر.
دوستان عزیز مرحمت در اینجا با سلکه نامه‌های پرسوز وارد گردید و ابونا شدن رو فراموش نکنید. اینچنین تیوی سیمو و ابونا شدن به شما امکانیت هست. خب دوستان عزیز خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. مرحمت، هر شخص میتواند پیگیری برنامه ما باشد. هر شخص میتواند در این برنامه فعالانه اشتراک کند. در اینجا مثل اسپانیا است، متاسفانه اسپانیا نیست. خب دوستان عزیز از رقم 2 تا 2222 چند مرتبه رقم 2 تکرار می شود؟ این سوال خیلی سوال است که خوابی منم گرفت و میبینم که مخلصان عزیزی ما همه در استراحت هستند، برای همین شما رو ناراحت نمیکنیم. 10 نفر در اینجا دوستان عزیز، همین 10 نفر همتون لایک موندگین یا که موندگین؟ اگر موندگین نباشد یک تا لایک رو بذارید. شماره لایک های ما از 49 به 59 میرسد. البته اون مخلصانی که لایک میمونن مخلصان اصلی رادیو صدای پنجکند هستند، دوستداران صدای پنجکند، دوستداران رادیو پنجکند، دوستداران این موج ما. حال دوستان عزیز مرحمت، هر شخص میتواند که لایک خود را فراموش نکند. الفن یعنی متاسفانه نادرست است. خب عزیزان دل همگی 9 نفر هستند. 9 نفر لایک موندگین شما. اگر 9 نفر لایک مونید 58 مرتبه میشن. اگر لایک موندگی باشد مونید نیست، اگر نباشد حتما یک لایک موندن رو از دست ندید، زیرا که با یک لایک مونده شما این برنامه ما باز رنگ دیگر میگیرند. با نفرانی که در مجرد مهنتی هستند همیشه صحت و سلامت باشید و با رادیو یعنی صدای پنجکند باشید. سوال آخرین رو میگفتید تکرار کنید. سوال آخرین چنین است: از رقم 2 تا 2222 چند مرتبه رقم 2 تکرار می شود؟ بله، چند مرتبه تکرار می شود؟ خب تماشاگران عزیز، ما در همینجا برنامه ما رو جنبست میکنیم. با همتون خوشی و خرسندی و کامیابی ها میخواییم. ساعت 12 و 14 دقیقه رو نشان میده. سلامت باشید. اخباب جان ایتالیا می نیست، سلام شد، متاسفانه ایتالیا نیست. خب دوستان عزیز 50 لایک از طرف کی؟ از طرف دختر، پسر، مادر، پدر، بچه، برادر، دادر، اکو از طرف کی باشد؟ 50 لایک، یعنی یک تا لایک پشت کرده 50 تا لایک میشد و اینجا میرسد 10 11 هم شد، متاسفانه نادرست است. دوستان عزیز مرحمت، خط زنگ ما آزاد است. تیوی سیمو، شما مستقیما برنامه ما رو این لحظه روی عنوان موج یوتیوب کانال تماشا کردید و همچنین رادیوی صدای پنجکند رو گوش کردید و فراموش نکنید که صدا و سیمای پنجکند رو نیز شما پیگیری کنید و ابونا شوید و روزهای نزدیک حتما همان صدا و سیمای شهر پنجکند نیست با فعالیت با اشتراک خود شما در سطح بلند خواهد برآمد. مخلصان عزیز خط زنگ ما همه جهت آزاد است و ما زنگ های شما، حرف های شما، درد قلب شما رو خواهیم گفت. خب دوستان عزیز باز یک سوالی ساده تر دیگر میدیم، با همین سوال جمع بحث میکنیم. وطن شیر و یاگورت و دیگر مملکت ها یکی از حرفایش حرف ا می باشد، آخرش حرف ی می باشد. هیچ کس به این سوال پاسخ پیدا نکرد. چون که شما جستجو رو ادامه میدید، کدام وقتی که پیدا کردید بر رقم 92 828 85 28 زنگ زده جواب درست رو خواهید گفت. و اینچنین دوستان عزیز گفتیم که سوال دیگر ما رقم 2 تا 2222 چند تا رقم 2 است. این سوال خیلی ساده بود، فکر کردم که دیروز پاسخ داده بودن. رقم 5 شما در خاطرتان هست و پاسخ داده میتوانید. 254 مرتبه میگن درست است و در همین دقیقه ها عزیزان دل 8 نفر ما رو پیگیری دارد، لیکن لایک باشد همگی 49 دانه باشد. عزیزان دل مرحمت لایک موندن رو فراموش نکنید، زیرا که در اینجا امکانیت لایک موندن به شما دسترس می باشد. و اینچنین 254 انگلیه میگه، ایتالیا میگه، اینجا
متاسفانه نادرست میباشد. 50 لایک هیچ کس قریبی نموده ایستاده است. 50 لایک عزیزان دل. 8 نفر هستیم، 6 نفر موندیم. از این 6 نفر گفتیم 52 تا لایک مونده نکرد. 52 تا لایک کی میمونده باشد در عموم؟ یعنی 50 لایک هم مونده شد. تشکر برای آنها که 50 لایک رو موندن. ایتالیا است 254 مرتبه است، 890 مرتبه. آلبانیا است میگه مفتون، متاسفانه آلبانی نیست، 890 مرتبه آلبانیا. خب دوستان عزیز، در همین جا ما برنامه رو جنبش میکنیم. بهرالله جان رو دعوت میکنیم، کارگردان تکنیکی، تا که بیاین در اینجا وقت جنبستی این برنامه یوتیوب کانال ما رو پیگیری کند و برنامه رو با شما جنبش کنند. سوالی از 2 تا 2222 جوابش رو باید شما جستجو کنید، یابید و با ما زنگ زده خبر دید. آلبانیا. خب دوستان عزیز، آن نامه‌هایی که به عنوان برنامه ما رسید همش رو دستمتون رسانیدم. همیشه تنسیل باشید، خانواد باشید و خرسندی خوشحالی به شما نیز نصیب کند. و من این حال با بهرالله برادرم تماس میگیرم و او دعوت میکنم تا بیانو برنامه ما رو در طریق یوتیوب در بخش آنلاینی جمع بست نمایند. خب عزیزان دل، خط زنگ ما بازم آزاد است و امکانیت همان نوشتن نظرتون رو، اندیشه‌هایتون به شما دسترس می باشد. حالا که بهرالله و رقم ما رو نبرداشتن که فهمیده که من اون کس رو دعوت کرده شدم، حتما بعد چند لحظه می بیام و در اینجا اوزی آلبانیا خوبه در اینجا. خب عزیزان دل، من باشم این حال و اتفاقا شما وریانت های آخرتون رو پیشنهاد میکنید بینندگان عزیز. خب اقبال جان، شما حساب کردن گرید. الله میگه سلام باشید. تشکر. خب تماشاگران عزیز، به همتون خوشی میخوایم، خوشحالی میخوایم، کامیابی میخوایم. من باشم یک بهرالله برادر ما رو انتخاب کردیم در کجا باشد شما از برنامه ما بزنید، پیگیری برنامه ما باشید. و در اینجا اسمس های آخران رو من به سمتون میرسونم.
جوابش رو زنگ زده میگویم خوب زده گویم میشود او میشود الو 92 828 85 28 یا 93 174 93 174 گفتیم 40 12 باشد. خب عزیزان دل در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. شاهین زرفشانی بودم همراه برادر عزتمند ما بهرالله جان که همین برادر مست امشب کارگردانی کردم، بهترین برنامه رو پیشنهادتون کردیم. با شما خیر خوش میکنیم، خودتون رو احتیاط کنید. در ماه نو، ماه می، همه وقت ماه بفیض، ماه پربرکت، ماه خاصیتی پوری باشد، ماه دستاوردها باشد، ماه باشد که هیچگاه بیننده عزیزی صدا و سیمای شهر پنجاکند یوتیوب کانال تیوی سیمو هیچگاه خستگی رو حس نکنید، همیشه سربلند باشید. با 5 کانالی که در زیر همین ویدیو رولیک رو گذاشته میشه حتما ابونا شوید، پادپیسایся کنید، لایک مون اسکرین شات کنید و 91 74 11 فرستید تا شما رو همچون اشتراکچی برنامه آزمونی قید کنم و شما با یک انمون پادپیسایся کردتون غالبیت رو صاحب خواهید گردید. با شما شاهین زرفشانی و بهرالله جان بودیم. در همینجا برنامه ما انجام رسید. خیر تا برنامه دیگر تنسیق خانوار باشید. هر وقت یوتیوب کانال تیوی سیمو و صدا و سیمو رو تماشا کردید که ما گاه گاهی در پخش مستقیم ناگهان مهمانی خاندانی شما میگیریم. خیر خودتون رو احتیاط کنید. ما شما رو دوست می‌داریم.